همایشی اولین سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان را شده اعلان میکنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم مهمانان عزیز، هم میهنان دور از وطن و هموطنان عزیز داخل کشور، سلام و پیام درود صمیمی ما را بپذیرید. اجازه دهید در همین آغاز همه شما عزیزان را به مناسبت 28 سالگرد تأسیس استقلال کشور عزیزمان تاجیکستان مبارکباد گفته با قلب سرشار از صمیمیت برای همه شما عزیزان زندگی خوش و آسوده، بی غم و غصه و شایسته تمنا نمایم. امیدوارم استقلال واقعی که در واقع به دست آوردن هر ملت به دست خود خویش است به کشور عزیزمان برخواهد گشت و مردم تاجیکستان استقلالیت خویش را به دست خود خواهند گرفت و از پراکندگی و جبر و ظلم یک خانواده نجات پیدا خواهند کرد. همچنین همه شما عزیزان را به تأسیس سالگرد پیمان ملی تاجیکستان که درست یک سال قبل در همین روزها و در همین شهر یعنی پایتخت کشور سرسبز لهستان دارای مردمی آسوده، صمیمی و در عین حال ظلم شکن تأسیس شد. برای همه شما مبارک باد گفته امید دارم این پیمان ظلم شکن و پیمان مبارزه یکجا برای ساختن تاجیکستان آزاد، پیشرفته و به ظلم تبدیل گردد. با معلومات شما عزیزان میرسانم که امروز در مهمانی ما و شما از کشورهای عالم مهمانان زیاد تشریف آوردند، از آن جمله از لهستان، آلمان، لیتوا، استرالیا، فرانسه، هلند، گرجستان، روسیه و از آن طرف اقیانوس آرام هم میهنان زیاد ما که در آنجا استقامت میکنند تشریف آورده به نمایندگی از هیئت تبارکات همه شمایان را خیر مقدم میگویم. اما اجازه دهید بدون دراز کردن مقدمه برنامه امروزه را برای شما اعلان نمایم.
برنامه ما از دو قسمت عبارت خواهد بود. قسمت اول سخنرانی های رهبریت پیمان ملی تاجیکستان و مهمانان گرامی. قسمت دوم برنامه پرسش و پاسخ با رهبریت پیمان ملی تاجیکستان است. در این بخش برادران و خواهران می توانند سوالات خود را از طریق تالار و همچنین آنلاینی تقدیم ایشان نمایند. حالا میگذاریم به قسمت اولی برنامه. از علیم شیرزمانوف، معاون پیمان ملی تاجیکستان، خواهش میکنیم به منبر تشریف بیاورند و سخنرانی خود را عاید فعالیت یک ساله پیمان ملی تاجیکستان ارائه نمایند. مرحمت برادر علیم. سلام علیکم برادران و خواهران عزیز. امروز ما با شما بعد از یک سال امضای رسمی ائتلاف نیروهای مخالفین که همزمان سابقه خیلی بوی هم دارد این ائتلاف سپری می شود و در این روز ما پیمان ملی تاجیکستان را یک سال مقدم امضا کردیم و آن را در عرفه 27 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان امضا کرده بودیم. و امروز آن روزی است که معروف در تاجیکستان معروف به آشوب حاجی علیم نظرزاده است و ما از همین روز 4 سال با این واقعه دهشتناک سپری می شود که بر اثر آن از طرف رژیم فشنگ ها به مراتب تاب داده شدند و ما و شما امروز در نوبت چندم است که ملت تاجیک گریزه شده از وطن مجبور است فرار کند. خب در نتیجه در طول 4 سال حکومت عملا جامعه شهروندی رو که اکنون نو پس از به اتمام رسیدن جنگ شهروندی قامت روز میکرد از سر نو کاملا سرکوب کرد. قسم اساسی آن رو پس پنجره برد و قسم کوچک آن مجبور به فرار از وطن شدند و یک قسم دیگر آن را هنوز از روزهای اول به امضا رسیدن سازشنامه صلح و به وطن برگشتنشان با هر بهانه قتل عام کرد. سال گذشته در رسم افتتاح پیمان برادرمان تیمور در اینجا قید کرده بود که این ائتلاف امروز تأسیس نشده است و این همان میراثبر همان ائتلافی است که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته به هم آمد و موفق شد که به استقلالیت دولتی تاجیکستان ما را آورده رساند. و خیلی که ما و شما میدونیم امروز صاحب همین مفهوم استقلالیت در برابر اون نفرانی که بر ضد استقلالیت با سلاح مبارزه می‌بردند امروز موفق شدند که خب اول که ضد استقلالیت بودند بعد از بسر قدرت با زور سلاح اومدند دریافتند که استقلالیت اون چیز خیلی بد هم نبوده است و دسترسی به تمام دارایی ملت را پیدا کردند و امروز ایشان صاحب چنین مفهوم‌های مقدس به مانند استقلالیت، وطن، ملت، وحدت شدند و اون گفته که برادرمون تیمور گفتند واقعا امروز همه اون مخالفانی که همه اون نفرانی که یا خودشون
برای استقلالیت مبارزه می بردند یا هواداران آن نفران امروز همشون یا در زندانند یا در غربتند یا به قتل رسانده شدند و اون چیزی که گفتند تیمور واقعا امروز همه اون نفران چی در پیمان ملی هستند و چی بیرون از پیمان ملی اون برادرانی که واقعا برای استقلالیت یگون هم جانسوری کردند و اگر جانسوری هم نکردند اواخای استقلالیت بودند همشون مجبور به فرار از وطنند و قسم کوچک آن پارسال در همین جا پیمان ملی را امضا کرده و من امید دارم که در همبستگی با همه ما قادر خواهیم بود که همه همین برادرانی که امروز استقلالیتی کشور را میخواهند و آن را نمیبینند به هم میآیند و ما با سر بلند به وطن صاحب استقلال خود برمیگردیم. اکنون اجازه دهید طول چند دقیقه از برد و باخت پیمان ملی تاجیکستان در طول این یک سال فعالیت با حضور شما و تماشابینانی که این لحظه با ما هستند پیشکش تمام هموطنان گردانم. اولین اقدامی که پیمان ملی تاجیکستان از روز تأسیس یابیش انجام داده بود این در سال 2018 شرکت خیلی فعال و نظررس در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در همین ورشاوه بود که در مجموع در این همایش ما اعضای پیمان ملی تاجیکستان زیاده از 30 برآمد داشتیم. 2 ساید ایونت گذراندیم. در چارچوبه همین نمایش ما هیئت رهبری پیمان ملی تاجیکستان با نمایندگان 15 دولت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو داشتیم. پس از ختم کار کنفرانس هیئت پیمان ملی تاجیکستان با انستیتوت تحقیقات و استراتژی نزد حکومت پولند دیدار و گفتگو داشتیم. در سال 2018 در ماه اکتبر پیمان ملی تاجیکستان در آلمان یک گرد همایی اعتراضی را گذرانده بودیم. شرکت 15 نفره هیئت پیمان ملی تاجیکستان با رهبری رئیس پیمان در کنفرانس بین المللی معروف به همایش سالانه مسلمانان فرانسه در لبورژه فرانسه، شرکت هیئت پیمان ملی تاجیکستان در همایش بون و واخوری با گنوشی، لغو کنفرانس تبلیغاتی حکومت علیه مخالفین و از جمله علیه حزب نهضت اسلام تاجیکستان در استانبول ترکیه، شرکت هیئت پیمان در مجلس حقوق انسان در ژنو در ایول سال 2019 و ملاقات با سازمان ها و شخصان علیحده در چارچوب این نشست. سفر هیئت شورای پیمان ملی تاجیکستان به دولت شایگری نروژ و دیدار و ملاقات با مقامات دولتی این کشور و با ریاست کمیته هلسینکی نروژ در اسلو. در پی آن در خود همین شهر شرکت خیلی موفق اعضای شورای رهبری پیمان شرف الدین گدای و روشن تیموریان در همایش بین المللی با شرکت چهره های مطرح در سیاست بین الخلقی. در تاریخ 19 می کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان رسما به کار شروع کرد و خیلی شاهد شدید صحبت رئیس پیمان ملی تاجیکستان با هموطنان چندین بار در این کانال دایر گردید و دیگر اعضای رهبریت رهبریت پیمان ملی تاجیکستان نیز از همین کانال با مردم ملاقات داشتیم.
خب امروز تعداد تماشابین این کانال به 1.5 میلیون نفر رسیده است. در ماه فوریه سال 2019 با تشبث اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا کنفرانسیای بین المللی در موضوع آسیای مرکزی اصلاحات سرکوب و افراطگرایی برگزار شد. در جریان این کنفرانس با تشبث رئیس اسوسیاسیون محترم هیلان جان یعقوبوف نیت تأسیس جایزه به نام مرحوم فیض‌نسا واحد و اعلان گردید و اخیراً 2 هفته پیش روی خط نهایی 3 نامزد برای دریافت این جایزه که به دور نهایی راه یافتند اعلان شد. واخوری هیئت پیمان ملی تاجیکستان با هیئت کلان دفتر ساخت در وینا پیشنهاد گزارش الटरनेटिव्ی از انجمن آزاداندیشان تاجیک ایوریژن دیالوگ هومن رایتس ویژن به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و شرکت هیئت آن در حسابات تاجیکستان در نزد این سازمان در بروسل. خب فوریه 2019 رادیوی پیام رسما به کار شروع کرد و تا به امروز حدود 134,000 آبونچی یعنی تماشابین دارد. با تشبث تیم حقوقی پیمان ملی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2018 توسط 4 سازمان بین الخلقی حقوق بشر از جمله فریدم ناو و دیگران پرونده بزرگمهر یورف به سازمان ملل متحد رفت و توسط گروه کاری این سازمان عاید بازداشت‌های خردسرانه و به پایان رسید و رسانه‌ای شد. از حکومت تاجیکستان طلب کرده شد که بزرگمهر یورف آزاد و به او جبران پرداخت نماید کنند. 21 مای 2019 پرونده معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی همراه با 11 نفر دیگر باز توسط همین تشکیلات ها به همین گروه سازمان ملل ارسال گردید و امیدواریم که روزهای نزدیک تصمیم گرفته خواهد شد. اینچنین از طرف دپارتمنت حقوقی پیمان در فیسبوک صحیفه حقوق با نام حقوق من مایو پراوا تأسیس داده شد با مقصد رساندن کمک های حقوقی به شهروندان تاجیکستان چه در داخل و چه در خارج کشور. برادران و خواهران، امروز در شرایط بیرون از کشور قرار داشتنمان خیلی که از گفته‌های بالا براتان معلوم شد، پیمان ملی تاجیکستان میتواند در 3 سمت فعالیت کند و این سمت ها هم فعالیت در سطح اطلاع رسانی، فعالیت دپارتمنت کارهای خارجی و فعالیت دپارتمنت حقوقی که خیلی که شما شنیده تا حد در این 3 سمت کارهای نظررسی رو طول 1 سال انجام داده ایم البته و شاید که می توانستیم در این سمت باز هم ثمره‌ناک‌تر فعالیت کنیم. امید دارم جمع آمدگان امروز نسبت این گزارش بنده نقد و پیشنهادهای جالب ارائه می نمایند و از تمام شهروندان تاجیکستان که نیز گزارش ما را تماشا می کنند خواهش بنده همین است که فکر و اندیشه هایتان را پیشکش نمایید و برای پیشبرد کار من بعد پیمان ملی ما به مصلحت های شما نیاز داریم. از دیگر فعالیت‌های سال سپری شده پیمان ملی تاجیکستان طول این سال زیاده از 20 اظهارات و پیام‌های مختلف را پهن کرد. در تمام مسائل داغ روز ملت خود را در کنار نگرفتیم و نمیگیریم. فعالیت پیمان ملی تاجیکستان در این سمت‌ها را قضیه عضو شورای پیمان ملی برادرمان شراف‌الدین گدایف که شکر الله امروز در این نشست حضور دارد بر علا عیان شد. البته با کارنمایی مردانگی و سپردگی خود برادر شراف‌الدین که در این قضیه با هیچ چیز مقایسه شونده نیست، ولی بنده بعد روی برادرمان در همه جا می گفتم و باز تکرار میکنم که در بین یک ساختار مخالفین عموما در بین یک نهاد تاجیکان بار اول در 20 چند سال است که پیمان ملی از اون رهبریت آن از دقیقه اول نه به خود
و نه به دیگران اجازه ندادیم که در این قضیه ربوده شدن شرف الدین گدایف، مسئله ربوده شدن شرف الدین گدایف رو زیر سوال بریم و به گمان یا شک در ذهن خودی و بیگانه جای باقی گذاریم. هیچ یک پیمانی در یگان جای حتی ذره هم به صداقت شرف الدین به آرمان‌های تمام مبارزان تاجیک شک نداشتیم و نداریم و محض از همین خاطر توانستیم با تمام نیرومان در نبرد اطلاعاتی، حقوقی، هماهنگی با سازمان‌های بین الخلقی، ساختارهای دولتی کشورهای اروپایی و رسانه‌های گروهی و از همه مهم با متانت و غیرت خود برادرمان شرف الدین موفق شدیم که این برادر امروز در کنار ما قرار دارد. البته که در برابر دستاوردها و کمبودی‌هایمان نیز زیادند. کمبودی اساسی یک سال فعالیت ما این کار نهایت سست پیمان با جوانانی که امروز در اروپا قرار دارند، با آن جوانانی که در اولوای خود مبارزان به وای رسیدند. ما باید صف مبارزان رو آهسته جوان کنیم. بنده خودم هنوز به خلاصه نآمدم که چگونه در این سمت باید کار کرد که شون در حیات جمعیتی فعال گردند و رشد کنند، ولی ما باید اندیشه کنیم، به خلاصه و عمل کنیم. وظایف دیگر پیمان این فعالیت نکردن یا سست فعالیت کردن آن در بین مهاجران تاجیک در قلمرو مشترک المنافع است. البته که شاید در این مسئله ما آن قدر فشنگای زیاد نداشته باشیم و شاید هم به خاطر بیخطری خود این مهاجران هنوز فرصت آن نرسیده باشد که ما به این عمل دست زنیم. لیکن پیمان ملی باید در این سمت ها اندیشه کند. با همین خاطر ما باید سال آینده در پیدا نمودن واسطه‌های تماس با مهاجران تاجیک در این کشورها رو پیدا کنیم و از جوانان خودمان که در اروپا قرار دارند نیز فراموش نکنیم. برادران و خواهران نهایت عزیز، هموطنانی که امروز ما را تماشا دارید، مطمئن باشید که راهی که ما و شما انتخاب کرده ایم این راه راحت نیست. این راه است که بسیار قربانی ها را طلب می کند و در نوبت خود این راه بسیار پرشرف است و نوابسته از نتیجه مطمئن باشید که ما در راه حق هستیم. و یک اندیشه که از بیگاه هنوز در با واخوری با یکی از وطن دوستان چی خیلی که میگویم پاتریوت های در همین تالار از همه وطن دوستترین یک شخصی است که برادرمون الیک پامفیلوف است. Я бы хотел на русском, чтобы Олег нас понимал. И те, про кого я хочу. Про кого я сейчас хочу говорить, все нас поняли. Сегодня много таких памфиловых таджикских граждан, находящихся за пределами Таджикистана, которые даже при желании посетить Таджикистан не могут больше 45 дней по получению визы посетить свою родину. И мы с вами, придя в Таджикистан, изменим это. То есть те наши соотечественники, которые были вынуждены покинуть нашу страну и имеют гражданство хоть российское, хоть американское, хоть европейское, какое гражданство они не имели бы, они наши сограждане, и они должны обладать всеми правами, которыми обладают граждане Таджикистана. То есть беспрепятственный въезд в Таджикистан и беспрепятственный, сколько хотят они должны иметь право жить в Таджикистане. И вечером я, встретив Олега Памфилова, подумал об этом. و همین گپ در گزارشم نبود. خواستم که هموطنان ما در کل دنیا
فرزندان ما و شما که شاید در اینجا شهروندی این کشورها رو قبول میکنند، اینها مجبور میشن به وطن خود ویزا گیرند و نه زیاد از 45 روز در وطن خود اقامت کنند و باز برای به بدخشان رفتن اجازه مخصوص دیگر را باید بگیرند که ما باید در این مسئله البته که پیمان ملی تاجیکستان حتی در همین جا استوده ما باید مبارزه بریم که از طرف پارلمانت تاجیکستان، از طرف مقامداران همین چیز به اینابت گرفته شود و به شهروندان و زادگان تاجیکستان اجازه بی ممانعت به تاجیکستان سفر کردن و زندگی کردن داده شود. تشکر از دقتتان. تشکر. تشکر از برادر علیم شیرزمان، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان برای گزارش خوب. واقعا پیمان ملی تاجیکستان در یک سال گذشته فعالیت خوبی را انجام داد. از جانب خودم به همین دستاندرکاران این بگم حرکت آزادیخواهی تحسین میگویم و کمبودی را که برادر علیم در گزارش خود اشاره کردن، امید داریم که در آینده اصلاح خواهد شد. و حالا از شرافالدین گدایف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و همزمان عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان، دعوت به عمل میاریم به منبر تشریف بیارند و گزارش خود را نسبت حاضرین ارائه داشته باشند. مرحبا برادر شرفتون. درود و سلام حاضرین گرامی. سرحال همه شما را به 28 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و همزمان به سالگرد پیمان ملی تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم و تمنای آن را داریم که تاجیکستان یک کشوری واقعا آزاد، صاحب استقلال و دموکراتی شود. حاضرین گرامی، باید قید نمایم که مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و عدالت اجتماعی در دوران 28 سال صاحب استقلالی حل واقعی خود را نیافته، روز تا روز وضعیت از این هم بدتر می شود. یک حکمرانی و تبدیل دادن حکومت به یک خانواده، اوج گرفتن فساد اداری، نبودن دادگاه‌های مستقل، بیکاری، بیسوادی، بیصلاحیتی، بیقانونی و این حالتی به وجود آمد. تمام دستاوردهای ملی و سیاسی، حفظ استقلالیت و یک پارچگی کشور و تمام صلح و ثبات دولتی ما را به خطر جدی روبرو کرده است. مسلم است که ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی وابسته به رشد استقلالیت اقتصادی است. اقتصاد و ثروت‌های طبیعی کشور کاملا از جانب خانواده امامعلی رحمانوف غصب کرده شده، تنها به منفعت آنها و خویشاوندانشان خدمت می‌کنند. قریب تمامی صاحبکاران مستقل مالکیتشان از جانب داماد و دختران امامعلی رحمانوف غصب کرده شده، آنها به زندان افکنده اند و یا کشته‌اند یا از دست این خانواده ضحاک از وطن خویش فرار کرده اند. باید قید نمایم که جامعه ما را ناامیدی و دلسردی ها به آینده بهتر فرا گرفته است. نیروهای قابل مهنت تا رفت کشور را خانه‌خیز ترک می کنند و عموما محیط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور در یک حالت ناگوار قرار دارد.
سطح سوادناکی و معرفت جامعه روز تا روز پس می‌گردد. جامعه ما از نظر دسترسی به سواد معاصر و تکنولوژی تا رفت قفا مانده و تدریج در حاشیه تمدن جهان قرار می‌گیرد. در اکثر آمار و جدول‌های جهانی رشد نام تاجیکستان عزیز ما در رده‌های آخر قرار می‌گیرد و کشور ما در رویخط چهارمین کشوری کم بی‌ضاعت قرار دارد که این برای ما فرزندان این سرزمین خجالت آور است. چون این وضعیت هرگز سزاوار یک کشوری دارای ثروت‌های غنی طبیعی، امکانیت‌های وسیع، یک ملت دارای تاریخ تمدنی بزرگ نیست. برای بیرون آوردن از این حالت ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بی‌ثباتی و بی‌عدالتی و مهیا نبودن شرایط معاصر برای زندگی شایسته و شرفمندانه در پهلوی همدیگر ایستاده از حق و حقوق خود دفاع کنیم. در برابر همه گونه ظلم، ستم صدا بلند کنیم. بعضی ها میگویند که ما صدا بلند میکنیم تنها به خاطر رسیدن به قدرت. ولی ما صدا بلند میکنیم که به قدرت رسیم. ولی این قدرت را به خاطر ملت میکنیم ما که این ملت را به قدرت رسانیم. چون ما میخواهیم که ملت ما قدرتمند باشد، ملت ما ثروتمند و سربلند و سرفراز باشد. چون ملت ما دارای تاریخ فرهنگی بای چند هزار ساله دارد و افتخار از ابو عبدالله رودکی، ابن سینا، فردوسی و خیام و هزاران ابرمردی دانشمند و تاریخی دارد. ما می‌خواهیم که قدرت را از دست یک گروه رازن او باش بی شفقت و بی معرفت حاکمیت مردم را غصب کرده‌اند و 27 سال است که با راهبری امام علی رحمان و قتل و کشتار و زورآوری حاکمیت می‌کنند و ملت ما را به یک ملت ترسو و گدایگر، بیچاره و مهاجر تبدیل داده‌اند و باز می‌خواهند که ملت ما را به یک عمر غلام بیگانگان کنند، گرفته به مردم شریف تاجیکستان برگردانیم. چون صاحب این قدرت، صاحب این همه ثروت، صاحب همه این دارایی‌ها این ملت شریف تاجیک است. نه خانواده رحمانوف، نه خانواده یک چوپان که 27 سال از مردم تاجیک را و مثل گوسپند رمه گوسپند کرده است و هر طرفی که خواهد دور می‌تید، نه به آنها. این قدرت به ملت تاجیک تعلق دارد. هدف‌های ما، صدا بلند کردن ما، همه کوشش و تلاش‌های ما به خاطر آن است که این ملت باید قدرتمند باشد که هیچ یک چوپان‌ها نتوانند به مثل گوسپند که در تمام عمرشان چوپانی کرده‌اند و این ملت شرفمند را به مثل گوسپند هر طرفی که خواهد دارد. واقعی قدرت را ما صدا بلند کردیم و برای همین است. این را می‌خواهید برای ما گویید، ما همین را می‌خواهیم برای شما گوییم. ما می‌خواهیم که در تاجیکستان عزیزمان عدالت تنتنه کند. از کشاورز، معلم، مهندس، طبیب سرکرده تا وزیر و وکیل و پرزیدنت در نزد قانون یک باشد تا که ولایت قانون تامین گردد. ما می‌خواهیم که آزادی بیان و تامین آزادی‌های دینی و مذهبی پورا تامین گردند. شرایط برای به وجود آوردن و مستحکم کردن اینستای دموکراتی در تاجیکستان مهیا کرده شود. انتخابات‌های آزاد و شفاف دموکراتی برگزار گردد. دادگاه‌های مستقلی عادلانه داشته باشیم. ما می‌خواهیم که مردم تاجیکستان به زندگی سزاوار و احترام انسانی، دسترسی به نعمت‌های مادی و معنوی زمان معاصر، ساختن امکانات‌های برابر و تامین زندگی شایسته فراهم آورده شود. سوال اینجاست که کیا می‌خواهند که مردم ما به قدرت باشند، ضعیف و ناتوان پراکنده باشند؟ دقیق است که کشورهای ابرقدرت افریقایی که در اطراف ما جمع آمده اند هیچگاه نمی‌خواهند که تاجیکستان یک کشور دموکراتی پرقوت باشد. آنها طرفدار اوج گرفتن فساد اداری و از بین رفتن اینستای دموکراتی، این چنین نابود ساختن جامعه شهروندی تاجیکستان هستند و تلاش خواهند کرد که به خاطر هدف‌های غرضناکانه‌شان به سیاست داخلی کشور ما دخالت کرده و سری قدرت دیکتاتورها را به وجود بیاورند تا که پایه‌های دولت دوره ما را
مرحله به مرحله سوس کرده از بین برند. نوبسته از دخالت دشمنان داخلی و بیرونه برای آبادی کشور و تبدیل دادن تاجیکستان به یک کشور معاصر ترقی کرده و استحصال کننده اندیشه و ارزش ها تلاش خواهیم کرد. ما با این باور هستیم که تا زمانی حقوق و آزادی های انسان همچون ارزش اصلی محوری جامعه اعتراف و عملی نگردد، رشد واقعی جامعه به وجود نمی آید. امیدوار هستیم که ملت شریف تاجیکستان، ملت عزیزمان، از این روزهای سخت و از روزهای دهشتناکی که ما داریم از این روزها میبراید. ما امیدوار هستیم که دیگر در تاجیکستان همچون زندانی سیاسی نخواهیم داشت. ما امیدوار به یک جامعه زنده، جامعه شهروندی زنده ای که همیشه در تلاش باشد، همیشه در تلاش بهتر کردن وضع زندگی مردم و دفاع کردن از همه حقوق و آزادی های انسان باشند که آنها هیچگاه نگذارند که دیگر دیکتاتورها به وجود بیاد، دیگر لختک ها به وجود بیاید، شخصیت امام علی رحمانوف تا امروز از روزی به قدرت آمدن تا امروز یک لختک بود و لختک خواهد بود. تمامی آن چیزی که امروز بالای ما می شود البته این از بیرون است، با دست همان دشمنان خارجی است، همان دشمنان خواجگان خارجی که میگوید رحمانوف و انگشتی اشاره به سوی ما میکند. واقعا همان دشمنان خارجی خود خواجگان رحمانوف هستند، خود آنهایی هستند که رحمانوف به همین جا آوردن، تانک و توپ دادن، مردم تاجیک را بمب باران کرد، خانه های مردم خراب کردند، کودکان این مردم را کشتند، زن و فرزندهای مردم را تجاوز کردند. همون بیگانگان هستند، همون آدمایی هستند که رحمانوف را به سر قدرت آوردند، همون بیگانگان اسکران بودند که آمدند مردم را در دوشنبه تجاوز کردند. من خودم شاهد هستم. ما در آشانه اول زندگی میکردیم، در ماه نو در سال 93 بود، خرد سال بودم من. در همون آشیانه ما یک دختر را تجاوز کردن در پایان خانه ما، در همونجا کشتن شد و ما سحر فهمیدیم که این را افسران ازبک کردن، که افسران ازبک آمده بودند با سپارش اسلام کریموف در حمایت امام علی رحمانوف قرار داشتند. با دستان همون بیگانگان امروز ملت ما را امروز هم دارند غلام کرده ایستاده، با دستان همون بیگانگان. و خدا کند که این دشمنان داخلی کشور ما به مثل امام علی رحمانوف دیگر به سر قدرت نیایند و فرزندان سرسپرده این سرزمین، فرزندانی با آر و ناموس این سرزمین که دلشان برای این وطن سوزد، دلشان برای این وطن درد کند که و دیگر ما این روزهای بعد را همچون مالی تاریخ دانیم و این چیزا تکرار نشود. و متاسفانه امروز تکرار شده ایستاده است. هزار دانشمندای ما را کشتند و امروز هم دارند با دستان دشمنان داخلی خودمان دانشمند و آنهایی که امروز کار برای ملت کرده میتوانند آنها را با دست دشمنان داخلی خود میکشند. تشکر بسیار، وقتی زیاد شما را دیگر نمیگیرم. خدا کند که سربلند و سرفراز در تاجیکستان باشید. تشکر. تشکر از برادر شراف‌الدین برای صحبت پرمحتوا. و واقعا برادر شراف‌الدین از یک شخصیت مبارزه است که برای آزادی خواهیش خیلی زحمت و تلاش زیاد کشید. و برادران عزیز، من یک چیز را گفتنی هستم که برادر شراف‌الدین همه خیلی مبارزه است که خودش بخیز به وطن رفت، لیکن ما گردانیم آوردیمش. تکشتا یادتون باشد. حالا سخن به همرئیسی انجمن آزاداندیشی تاجیک و همزمان رئیسی دپارتمنت رسانه پیمان ملی تاجیکستان برادر تیمور ورقی و یک چیز رو اینجا قید کردنی هستم که برادر تیمور به زبان روسی صحبت میکنه. اگر لازم باشد خیلی یک ترجمه رو دربارش چک کنیم.
مرحمت وکتی بود. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бародаров ва хоҳарои азиз, ҳамватанони гиромӣ. Хуб, умедворам ки тарҷумон дар кор нест, дар кор намешавад. Вале ман ба забони русӣ суҳбат мекунам ба иҷозаи шумо. Нормально? Подальше? Нормально? Окей. Во-первых, я очень рад видеть всех. Еще раз хочу сказать, что мое сердце наполняется радостью, теплом от того, что я вижу друзей, земляков, единомышленников, соратников. И, надеюсь, нас видят сегодня тысячи людей в прямом эфире и потом будут пересматривать. И я хочу дополнить очень важные слова, которые прозвучали из уст предыдущих ораторов. Пока я не забыл, я очень давно об этом думаю, о том, что Национальный альянс должен добиваться в будущем, даже если мы не придем к власти, как говорит Шарафетдин Гадоев, что мы обязательно должны прийти к власти. Даже если мы не придем к власти, следующая власть, мы должны требовать, добиваться, и граждане Таджикистана должны добиваться, здоровая часть общества, возвращения захваченного жилья этим преступным режимом и его сторонниками. Жилье присутствующего здесь Олега Панфилова захвачено генеральным прокурором Рахмоном Юсуфзо, да? Я все время путаю его имя и фамилию. Неважно. Генеральный прокурор захватил жилье известного журналиста, правозащитника Олега Панфилова. И потом продал это жилье. Наварился преступным путем. 2 преступления. Очень много захваченного жилья, незаконно захваченного. Очень много наших граждан, наших соотечественников во время гражданской войны, после того, как Народный фронт вошел в Душанбе, покинули Таджикистан, покинули Душанбе, побросав свои квартиры. Мы должны вернуть этим людям жилье. Сегодняшняя власть продолжает захватывать жилье у простых людей. Они ломают в центре Душанбе целые махали, поселки и дают людям гроши без цен просто. Они не компенсируют людям. Известный, всем известный народный артист Таджикистана, который жил за стеной дачи Совмина. Вы все помните, да, эту историю? Был выселен, его дом сломали, ему ничего не дали, предлагали какие-то копейки. Напомните мне, Марат Арипов, совершенно верно. Марат Арипов, мы писали об этом. И таких сотни, тысячи таких историй. Эта власть рейдерская, преступная, захватывает жилье, обманывает людей и ничего не компенсирует. Эта власть начала воровать с самого начала. Она украла у нас независимость. Почему мы сегодня говорим о независимости? Как Алим уже отметил, независимость была достигнута теми людьми, которые сидят в зале. Я знаю лично сегодня в этом зале тех людей, которые стояли на площади 9 сентября 1991 года, больше, чем в составе правительства и его структур. Там
По-моему, 2-3 человека, может быть, те, которые были 9 сентября на площади по эту сторону, сторонников независимости, а не по ту сторону, как Эмомали Рахмон, коммунисты, которые боролись против независимости, и потом под красным флагом убивали тысячи и тысячи людей на чужих танках, на иностранных танках. И потом, как Сангак Сафаров на 16-й сессии говорил, мы уничтожим демократическую мразь в Таджикистане и в России. Вот эти люди, которые убивали нас и преследовали нас, они продолжают это. Они украли нашу независимость. Что они сделали? Они не хозяева независимости. Эти люди, вор никогда не ценит то, что ему попадает в руки. Как говорил, чтобы не переврать, вот у меня цитата здесь, Отто фон Бисмарк сказал, революции готовят гении, делают романтики, а ее плодами пользуются проходимцы. Сегодня наша независимость в руках проходимцев, воров. Гением таджикской независимости был Устод Туир Абджабор. Романтиками таджикской независимости были Устод Нури, Хазрат Ходжа Абар Тураджонзода, Аслидин Соиб Назаров, Давлат Ходоназаров, Отахон Латифи, Мирбобо Мирахимов, Устод Рахим Мусульмонхулов и десятки других. Мы должны озвучить эти имена, еще раз повторить, и еще много-много раз повторить. И людям, молодым людям, которые выросли, родились и выросли при Эмомали Рахмоне, и государственная пропаганда им врет, ежедневно врет, льет литры, тонны лжи, помоев лживых о том, что Эмомали Рахмон и мы стали обладателями независимости и мира и так далее. И все, один этот человек, который воевал против нас, против этого, против реформаторских сил. Независимость страны сегодня – это такая фикция. Все, что связано с этим правительством, это фейк и фикция. Во время войны был 1 миллион беженцев, сегодня больше 2 миллионов беженцев. Трудовые мигранты, они вынуждены, они... Все разворовано, все захвачено. Они не могут найти работы в этой стране, не могут прокормить свои семьи. Они беженцы. Сегодня национальная валюта на грани дефолта. Сегодня основная проблема, что наша независимость в опасности. Независимость Таджикистана в опасности. Проходимцы и воры, которым достался этот дар, они продают, торгуют независимостью, продают территорию, продают месторождения, продают честь, продают совесть, достоинство граждан. Правительство – это правительство банкрот. Вы понимаете? Есть термин «несостоявшееся государство» – failed state. Я считаю, я чувствую себя лично в ответственности за сохранение независимости Таджикистана, потому что я чувствую себя гражданином Таджикистана, я являюсь гражданином Таджикистана, таджиком. Мы должны сформировать нацию, гражданскую нацию. Вот здесь сидит Олег Панфилов, уроженец Худжанда, наш соотечественник, таджик. Есть сотни других людей, наших сторонников. Равшан Тимурьон, наш брат, уже говорил об этом. Сотни других людей, других национальностей. Узбеков, у нас 1,5 миллиона узбеков в Таджикистане. Узбеки, евреи,
Есть очень близкие мне люди, друзья, которые поддерживали меня в самые сложные моменты и времена и до сих пор поддерживают. Люди, которые уехали и которые в Таджикистане остаются, но они не таджики, они, допустим, евреи, узбеки, грузины, армяне, осетины. Они с нами. Без их помощи, мы, например, не смогли бы вовремя перевести доклад, который мы представили в Женеве. Некоторые друзья потом удивлялись, кто переводил, такой качественный перевод сделал. Я говорю, это наши люди, наши братья переводили. В России, в Лондоне, в Грузии, в Израиле. Это все наши люди, наши соотечественники и наши единомышленники, и наши братья. Я хочу, чтобы они вернулись, чтобы они могли возвращаться в Таджикистан, чтобы они знали, чтобы они чувствовали, что это их родина, что это их дом, что мы вместе в этом доме будем жить. Я мечтаю об этом, чтобы мы сформировали такое гражданское общество, которое бы контролировало власть, которое бы требовало сменяемости власти, потому что все мы знаем, что любая власть, любой человек, если он остается выше положенного срока, он начинает обрастать грязью, скажем так, да? Если не менять рубашку, то эта рубашка становится непригодной. Президент, который 27 лет на посту, это не президент. Это не рубашка, это уже тряпка, это непригодная вещь. Человек, который носил кирзовые сапоги, не снимал их годами, вот он 27 лет продолжает в своей психологии не снимать эти кирзовые сапоги. Надо сменить, господин Рахмонов, надо сменить ваши кирзовые сапоги. Давно уже пора, уже много сроков назад. И я уже много раз обращался к своим друзьям и коллегам не называть Эмомали Рахмонова президентом. С точки зрения права, с точки зрения юридической науки, это диктатор, это узурпатор, это нарушение Конституции, в которой четко и ясно написано: узурпация закона, узурпация власти запрещается. В Конституции написано. Понимаете? Он клянется на этой Конституции и узурпирует власть. Он преступник, государственный преступник. Но самое главное, у нас та независимость, которую мы обрели в Таджикистане благодаря этим людям, которые здесь сидят. Олег Панфилов был на площади 9 сентября, Мухиддин Кабири был на площади 9 сентября 1991 года, Шамсиддин Саидов был на площади 9 сентября 1991 года, Равшан Тимурион был на площади 9 сентября 1991 года, Мирзорахим Кузов. Устод Ризои Шумубдет. Устод Ризои и ваш покорный слуга. Это те реформаторские силы, благодаря которым Таджикистан обрел независимость. И мы в ответственности за независимость. Независимость — это не дар, это не та крепость, которая дана, ты ее взял и можешь не беспокоиться. Нет, ее продают без нас. Понимаете? Этим даром торгуют, разрезают,
Отдают туда, отдают сюда. Сегодня мы не можем защитить границы. Сегодня, как я уже сказал, национальная валюта на грани дефолта, банки на грани банкротства, правительство банкрот. Людям не платят зарплату, не пенсию, выдают по 200 самани. У людей вклады они отдали, доверили этим бандитам, этим рейдерам и не могут вернуть свои деньги. Вы понимаете, что происходит? Наш алюминиевый завод более, скорее всего, мертв, чем жив. И ничего не стоит, не функционирует. Эмомали Рахмон перерезает ленточки, иншот, ну, новый фонтан открыл, понимаете? Это не фонтан, друзья. Это далеко не фонтан. Мы должны побороть местничество, регионализм. Это еще одна большая серьезная проблема, которая в нашем обществе, в нашей власти. У нас региональная, даже семейная власть, скажем так. Мы должны побороть большая, огромная проблема. Это городская элита. Я думаю, я об этом давно думаю, еще в 92 году, почему это могло так произойти, почему общество так раскололось, почему не было цементирующего какого-то ядра. У нас, у таджиков с тысячелетней городской культурой, традицией, в Душанбе не оказалось интеллигенции, не оказалось элиты, которая бы смогла это все как-то урезонить, как-то уравновесить. Началось региональное соперничество между северянами, южанами и так далее, и так далее. Мы больше не должны этого допустить. Мы не должны допустить больше кровопролития. Никогда. На этом должно закончиться, даже если Эмомали Рахмон не держит своего слова и изменил своей клятве. На этой стороне, правой стороне, никто не отказался от клятвы. Если они говорят «паймон и паймонщикан», нет, этот паймон не паймонщикан, он продолжает быть верным подписи Устода Нури. Мы должны вернуть квалифицированные кадры, у которых неправильная география в Таджикистан. Когда нас спрашивают, что вы собираетесь делать, с кем вы собираетесь делать, мы должны прекратить это безобразие. Люди должны вернуться, профессионалы должны вернуться. Я знаю сотни людей, профессионалов, которые в других странах работают, в Казахстане, в Узбекистане, в России, в Киргизии. И в других странах они профессионалы, высочайшие профессионалы своего дела. Но они уехали, потому что у них другая неправильная география, неправильная там национальность, допустим. А потому что они не хотели мириться с коррупцией. Например, один работал с Шерали Гуловым. Он рассказывал мне такие ужасные вещи. Там миллиардами люди воруют эти. Понимаете, члены семьи строят дороги, на которые огромные деньги выделяют иностранные государства, они эти деньги воруют, этот кредит остается на шее у нашего народа. Ребенок в утробе еще не родился, он уже должен $300, не меньше $300 он уже должен, понимаете? Вот в чем дело. Этот режим, когда он уйдет, он оставит Таджикистан с огромными проблемами и долгами. Мы должны будем вернуть все эти деньги. И мы вернем все эти деньги из-за границы, из офшоров. Они выводят, они там вкладывают, они могли бы построить уже за эти 28 лет, они могли бы построить десятки рагунов на эти деньги, на украденные эти деньги. Только с одной границы с Китаем $1 миллиард
долларов они кладут ежегодно в свой карман, только с одной границей. Возвращаясь к вопросу о независимости. Независимость – это процесс. Это вот та крепость, не та крепость, которую взяли и все. Это процесс, это постоянный труд. Ее надо защищать, ее надо укреплять. Я думаю, что это мы должны делать, это наше общество должно делать. Понимаете? Мы доверили проходимцам это, но они не справились. И это большая, огромная проблема, что Таджикистан может потерять государственность второй раз через 1000 лет после того, как вот эта группа проходимцев воспользовалась плодами независимости. Какие у нас задачи минимум, на мой взгляд? Задача минимум у нас, у Национального альянса, быть катализатором процессов демократизации, освобождения наших граждан, и мы уже с этой задачей справляемся. Мы видим, что за этот год общество, это эффект наблюдателя, это в физике есть такое понятие эффект наблюдателя, когда частицы пропускаются через две щели. Если нет наблюдателя, то идет рассеивание на стене, куда попадают эти частицы, проходя через две щели. Но если есть наблюдатель, человек наблюдает, тогда нет рассеивания, тогда частицы ведут себя по-другому. Они выстраиваются ровно в такие две линии, параллельные, вертикальные линии. Понимаете? И Национальный альянс сегодня — это задача минимум. Мы справляемся, СМИ работают, мы делаем выступления. Правительство ведет себя уже немножко иначе. Они оправдываются, они тратят много сил на то, чтобы оправдываться, бороться против нас и отрицать само существование оппозиции и само существование Национального альянса. Да, это смешно. Но они вынуждены это делать. И наше общество сегодня просыпается. И тоже благодаря Национальному альянсу люди начали задумываться, что они имеют право голоса, они имеют право требовать своих прав, реализации своих прав. Это задача минимум, с которой мы на этот год справились. Задача среднесрочная – это аккумулировать и генерировать идеи. Когда нас спрашивают и критикуют, что вы там предлагаете, мы открыты для вас, друзья, наши граждане. Предлагайте. Вас не слышит правительство. Пишите нам, говорите нам, чего вы хотите, как вы хотите жить, в каком обществе вы хотите жить. Давайте вместе аккумулировать и генерировать идеи. И потом, когда мы вместе сообща, мы сможем эти идеи реализовать. Это уже дальнесрочная наша задача. Быть объединителем, стержнем, катализатором и так далее. Мы, неважно, придет к власти Паймон в этом составе, в этом виде, или придет к власти другая сила какая-то изнутри, сформируется. Мы готовы поддержать перемены и настаивать на смене власти. Народ должен выбирать. И последнее. За 27 лет это правительство, этот режим не смог сформировать национальную идею. Они предлагали, били свою голову о тот двор, о другой двор, о другую стену били, сломали все, голову, по-моему, сломали, дворы остались целы, но национальные идеи они так и не придумали. У нас должна быть национальная идея, мы должны ее сформулировать. А эта национальная идея, она должна быть близка каждому человеку, то, что хочет человек, что в его сердце, как он хочет жить. По-моему, во Франции существует лозунг, говорится, три кита, на которых держится
общества Франции, это свобода, равенство, братство, озоди, бародари, баробари. И я хочу еще добавить солидарность и ответственность. Мы должны предложить нашему обществу новый общественный договор для всех частей общества, равноправных и солидарных между собой, и ответственных друг за друга. Каждый, как говорил Саади, баню одам, азони як дигар аст. Так? Да. Да. Анна. Не говори, что ты сын человечий, если ты остаешься безразличным к боли своего брата. Вот мы должны образовать такое общество. Один за всех, все за одного. За демократа, за члена Ростохеза, за члена Исламской партии, группа 24, беспартийного, узбек, еврей, армянин, кто угодно. Они все наши. Мы должны за всех бороться вместе. Спасибо, друзья. تشکر از برادر روشن برای صحبت پرمحتوا و با دلیل. و من برادر تیمور عذر و من میخواستم در نوبت خود سخنرانی ایشان را در دو مصرع شاعر بیان نمایم. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. دوستان عزیز، حالا در ادامه صحبت الهام جان یعقوبوف، رئیس انجمن آسیای مرکزی در اروپا، سخنرانی خویش را بابت حاضرین ارائه خواهند کرد. مرحمت برادر الهام جان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم برادران عزیز، دوستان گرامی، خواهران ارجمند، هموطنان و آنهایی که ما را میشنوند. من هم بار دیگر هر یک شما را، هموطنان گرامی را، به 28مین سالگرد استقلالیت کشور و همچنین سالگرد پیمان ملی تاجیکستان مبارکباد می‌نمایم. واقعا تشکیل پیمان ملی تاجیکستان برای دیگر اندیشان، آزاد اندیشان و به خصوص اپوزیسیون تاجیک که در بیرون از کشور فعالیت میکند یک دستاورد بزرگ و پرارزش است. رژیم دیکتاتوری تاجیکستان خیلی تلاش کرده بود که نیروهای سیاسی تاجیک دیگر اندیشان و دیگر اندیشان را به حال و به مدار کنند و کاملا از بین نابود سازد. درست است که امروز این رژیم ضحاکی توانست با ترس دادن ملت، با شکنجه کردن مردم، به زندان انداختن آزادمندان و آزادگان فضای سیاسی کشور را کنترل کند. اما تشکیل پیمان ملی تاجیکستان، انسجام حرکت و فعالیت در آن، برنامه و نقشه اساسی این رژیم را که محو و نابود ساختن دیگر اندیشان و قوه های سیاسی تاجیک بود، این برنامهشان را به صفر برابر کرد. این بود یکی از هدفهای اساسی پیمان ملی تاجیکستان است که این نقشهشان را برباد داد و به صفر برابر کرد. حالا پیمان ملی تاجیکستان را هم در داخل و هم در خارج، هم رقیبان و دشمنان و هم رفیقان و دوستان خوب میشناسند.
масъулини паймон заҳмат каштанд то паймони миллии тоҷикистон муаррифӣ шавад. манзури ман ин аст ки ширкати раёсати он дар нишастҳои байналмилал ё баргузории чорабиниҳои байналмилалӣ аз ҷониби паймони миллии тоҷикистон, вохӯрӣ бо сафирон, дипломатҳо, вохӯрӣ бо намояндаҳои давлатӣ, ниҳодҳои давлатӣ, вохӯрӣ бо фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии кишварҳои урупоӣ ки имрӯз бародари азизи мо Аким Алим Шерзамонов ҳам гузориш доданд, ин боис шуд ки билохира афзоиш ва эътибори паймони миллии тоҷикистон ба унвони як ҳаракати мутамарказ ва бо пойгоҳи иҷтимоӣ қавӣ мусоидат кунад. албатта ки тавҳинҳо, тӯҳматҳо ба ҷое расидааст ки имрӯз даҳҳо матолиб, садҳо матолибҳои гуногун шаклу гуногун ҳаҷм тӯҳматномаҳо бар зидди паймони миллии тоҷикистон интишор мешавад. ҳатто наздикони аъзоёни шӯрои паймони миллии тоҷикистон ки дар тоҷикистон зиндагонӣ мекунанд аз ҷониби кумитаи давлатии амнияти миллӣ шиканҷа мешавад ва кор ба ҷое расидааст ки ҳатто занҳо фарзандони онҳоро ба гаравгон мегиранд. ва болотар аз ин сангзаниҳо, тӯҳматкуниҳо исботи он аст ки паймони миллии тоҷикистон дар роҳи дуруст қарор дорад. ҳамон роҳе ки бузургону озодихоҳону истиқлолхоҳон қарор доштанд ва муваффақ ҳам шуданд, дар ҳамин роҳ қарор дорад. агар паймони миллии тоҷикистон ҳамчуноне ки мегӯянд як ҳаракати заифу нотавону бекору беҷон мебуд, ин гуна тӯҳматҳову сангзаниву шиканҷаҳоро намедид ё намекарданд. барои ҳамин паймони миллии тоҷикистон ки дар роҳи озодихоҳӣ, истиқлолхоҳӣ қарор дорад, пас бояд бо ҳамин минвол ҳаракат кунад. бояд ҳар коре ки дар ин як сол амалан иҷро кард, бояд аз он фаъолтар бошад. мехостам дар бораи як нуқтаи дигар инҷо суҳбат кунам. ин бояд ҳар роҳу василаи иртибот ва алоқаро мо бояд бо мардуми тоҷик қувват бахшем, бо муҳоҷирин, бо онҳое ки мехоҳанд бо мо ҳамкорӣ кунанд, ин роҳ ва василаро вусъат бахшем. ҷудо аз оне ки сохторҳое ки дар паймони миллии тоҷикистон фаъолият мекунад, бояд нақша ва барномаҳои наздик шудан бо мардум ва ҷомеа ва посух гуфтан ба онҳоро пайдо бикунем. ҳоло режими имрӯзаи тоҷик, режими диктаторӣ, режими золим ки ба он ки пеш аз беш золимтару фосидтару ғоратгартару золимтар мешавад, ин худаш роҳ ва шароитро барои мо фароҳам сохтааст ки чеҳраи ҳақиқии онҳоро барои мардум миллат чор кунем. фароҳам овардааст ки инро муайяну ва ошкор онҳоро ба намоиш гузорем. албатта як нуқтаи дигар ҳаст ки соли оянда дар тоҷикистон ду чорабинии сиёсӣ баргузор мешавад. ин ҳам бошад интихоботи парлумонӣ ва интихоботи раёсати ҷумҳур аст. пас паймони миллии тоҷикистон ҳамчун як ҳаракати сиёсӣ ва мутамарказ бояд мавқеи худро ба ин чорабиниҳои сиёсӣ ё интихоботҳо маълум кунад. мо бояд ҳақиқатҳоро дар бораи интихоботҳо ошкор барои мардум муайян кунем. ҳоло ки ҳарф дар бораи интихобот гузашт, инро ҳам бояд қайд кунем, чун баъзе дӯстонам аллакай қайд карданд ки ҳукумати Раҳмонов ва худи Раҳмонов ҳеҷ гоҳ бо ин метод ё бо ин василаи интихоботи озоду шаффоф ба сари қудрат нарасидааст. Раҳмонов бо куштани миллати тоҷик бо милли автомат ба сари қудрат омад ва баъдан бо дуздидани раъи мардум дар интихоботҳо дар сари қудрат истодааст. болотар аз ин худи Раҳмонов воқеан як ҷинояткор аст. ҷинояткор бо тамоми каломаш, бо ҳарфи калон ҷинояткор аст. ин исботаш ҳам хеле соддаву осон аст. чун дар соли 2016 16 ноябр қонуне ба тасвиб аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо номи қонун бо номи асосгузори сулҳу ваҳдат ва пешвои миллат, ин қонун сарапо як қонуни ҷинояткорӣ аст, қонуни ғоратгарӣ аст.
қонуне ки Раҳмонов аз ҷиноятҳо мехоҳад бо худаш ин қонунро сипар кунад. Ман мехоҳам барои накардан ки дар инҷо овардем ин қонунро, мехоҳам як бор бихонам то ки ҳамватонони ман хубтар ин қонунро дарк кунад. дар моддаи 5 ин қонун нависта шудааст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат барои амалҳояш дар давраи иҷрои ваколатҳои раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвари давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва салоҳиятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. яъне ки ба ҳамон амалҳояш ки солҳои 92-94 то имрӯз кардааст, ба ҳамон амалҳои ҷинояташ ҷавобгарӣ кашида намешавад. воқеан ба ин қонун ба кӣ зарур аст? агар Раҳмонов ҷинояткор намебуд, агар воқеан ки имрӯз муаррифӣ мекунанд ки ҳамчун як марди сулҳ асту, ятимпарвар асту, намедонам наҷотгари сайёраи замин асту, ону он аст, агар воқеан ин нафар ҳамин сифатҳоро медошт, ниёз ба ин қонун надошт. қонуне ки саропо ба ҷинояткорӣ бо ҳамин қонун худашро аз ҷиноятҳо мекунад эмин нигоҳ дорад. ва ҳамчун дар моддаи 17 чунин нависта шудааст ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи қонуни конститутсионии мазкур мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. агар имрӯз ки ҳамин қонун ки ҳоли моддаи 5 хондам, агар президенти феълӣ ки воқеан дар инҷо он президент нест, як президенти ғайриқонунӣ ва ғайримардумӣ аст, агар ҳолоҳо дақиқо агар ҷиноят кунад, ӯ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ва ҳар касе ки аз ҷинояти ӯро бигӯяд, тибқи моддаи 17 ҳамин қонун ба ҷавобгарӣ ҳамон шахс кашида мешавад. воқеан нигоҳ кунед ки чӣ гуна як қонунест. ва агар саропо ин қонун ғоратгари тамоми мардумро нишон дозад, барои таъмини ишкамаш, барои таъмини оилаву тамоми масалан оиладориш, тамом барои амнияташ ними буҷет фақат барои як шахс сарф мешавад тибқи талаботи ҳамин қонун. ва ман бовар дорам ва мисли ман ҳазорҳо миллионҳо нафар дигар бовар доранд ки имрӯз рӯзе мерасад ки Раҳмонов ба ҷиноятҳои худ, ба он амалҳое ки аз ҳамон ибтидо саргашт то охир дар назди қонун ва назди миллат ҷавоб хоҳад дод. ва агар чуноне ки акои Темур ҳам гуфтанд шояд ки моро нобуд мекунанд, шояд ки чанд нафарро тирборон мекунанд, мекушанд, вале рӯзу расид хоҳад ки дигар ҷавонон ё аз миллати мо нафарҳое пайдо хоҳад шуд ки онҳоро ба ҷавобгарӣ хоҳанд шуд. вале ман бовар дорам ки ба зудӣ бо дасти мо ин ҷинояткорро иншаалло дар назди қонун ҷавоб хоҳад дод. ман бори дигар ҳама дӯстонро ва азизонро ба солгарди паймони миллии Тоҷикистон муборакбод меномам ва барои ҳамаи аъзоёну пайравони ин ҳаракат бурдборӣ ва муваффиқат хоҳонам. саломат бошед ва сарбаланд бошед. تشکر برادر الهام جان. همچون که شما میدونید امروز در تالار هم شهری ما و شما نشسته است. این شخصیت پروفسور است. این شخص میگن که پروازشیتنیک است. این شخصیت ایمیگرانت است مثل ما و شما، دور از وطن و در کشور گرجستان زندگی میکنند. اجازت бошад агар, как вы все знаете, с нами в зале присутствует наш соотечественник Олег Панфилов. Он также далек от своей страны, как и мы, сидящие в зале. Он профессор, правозащитник, мигрант, как вы. Я бы хотел представить слово господину Олегу, с вашим позволением. Мархамат, Олег ака. Ташакур. Я, к сожалению,
совсем забываю язык, поэтому буду говорить по-русски. Очень приятно находиться вместе с вами. Точно так же было приятно 2 года назад, когда Мухиддин собирал конференцию в Германии, потому что и я, и вы живем далеко от нашей красивой Родины. И я, и вы скучаем. Я по возрасту уже начинаю заниматься воспоминаниями, потому что такая большая бурная жизнь. И вчера утром мне напомнили, что 30 лет назад мы создавали Ростохиз. 30 лет назад мы мечтали о том, что наша красивая Родина наконец станет свободной от коммунистов, наконец станет независимой, наконец станет развитой, замечательной, богатой страной. Ну, наши северные соседи очень испугались нашего желания и устроили нам переворот. Но 30 лет назад мы мечтали, чтобы каждый из нас был свободным. Я мечтаю сейчас о том, чтобы вы создавали ту часть свободного общества в Грузии, которая, в Таджикистане, вот я уже перехожу на свою вторую родину, чтобы вы создавали гражданское общество. В этой стране, в Польше, в которой я когда-то учился, была точно такая же ситуация. Коммунисты выгнали из Польши огромное количество людей, которые обрели вторую родину во Франции, в Америке, в Англии. И они создали современную Польшу. Вот та Польша, которая сейчас существует, ее создали иммигранты. Не только те люди, которые боролись за независимость Польши в 80-х годах. Поэтому наша задача – приближать наше возвращение на родину уже готовой частью общества. И, как уже говорили многие мои друзья, мы должны быть грамотными, мы должны быть успешными, мы должны быть образованными, чтобы Таджикистан наконец освободился от того кошмара, в котором он находится 27 лет. Спасибо вам. تشکر برادر گرامی الک پنفیلوف برای تشریف آوریتون به محفل ما، برای سخنهای صمیمیتون. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوید و جمعی هموطنانتون خوش آمدید بار دیگر. و حالا فرصت را به رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری میدیم. از ایشان خواهش می‌کنیم که به منبر تشریف بیاورند و صحبت خاتمیه را تقدیم ما و شما بگردانند. مرحمت استاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، دوستانی که در تالار حضور دارید و همه هموطنانی که ما و شما را این لحظه توسط شبکه‌ها تماشا میکنم. یکی شما را به
سالگرد استقلالیت ملی و دولتی هم تبریک میگم و همزمان با سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان. و اینجا دوستان عزیز الگ و چندی از دوستان دیگر خاطررسانی کردند که دقیقاً 30 سال پیش یک حرکت مردمی ملی و استقلال خواهی دیگر هم رستاخیز تأسیس شده بود و تمام اعضای سابق و امروز هواداران رستاخیز را هم به امروز تبریک میگویم. البته در این روز در قطار این 3 سالگرد مبارک و خوب امروز یک تاریخ دیگری هم دارد که خوب نیست ولی ما نمیتوانیم از اون صرف نظر کنیم. دقیقاً در همین روز حتی شاید ساعتهاش هم در یادم باشد که بعد از ظهر به ما خبری آن را دادند که یکایک بچه‌های عضو شورای سیاسی نهضت، ریاست نهضت دارند از طرف مقامات حبس می شوند. در روز 15 تا 16 سپتامبر سال 2015 اکثری برادران و خواهران ما و شما در همین ساعت‌ها زندانی شدند که این 4 یا 5 حادثه پی هم در یک روز اتفاق افتادند در سالهای گوناگون، مرحله‌های گوناگون. با قسم شما را تبریک میگیم ولی وظیفه‌دار هستیم که یک قسم دیگرش را به خاطر برادران زندانی، به خاطر کسانی که بیشتر از ما و شما برای استقلالیت زحمت کشیدند، برای آنکه ما و شما در اینجا باشیم تلاش کردند، جان نثاری کردند، از آنها یادآوری کرده باشیم. شاید در آن که تأسیس پیمان ملی به روز استقلالیت راست آمد بعضی تصادف‌های هم بود، جا، مکان، چون سال گذشته ما به خاطر آنکه برامون آسان‌تر باشد در ورشو برگزار کردیم و همون شب و روز را انتخاب کردیم که اکثریت مردم برای شرکت در کنفرانس ورشو جمع آمده بودند. اما در خود دو تا قانونیت دارد، دو تا پیام دارد. یکی اینکه پیمان ملی تاجیکستان دقیقاً عملی کننده آرمان‌ها و آرزوهای استقلال خواهی ملت از طول تاریخ تا امروز هست. یعنی پیام اول این که ما 100% در چارچوب تمام آرمان‌ها و آرزوهایی که ملت تاجیک چه در گذشته‌ها و چه در امروز برای رسیدن به استقلالیت و حفظ آن زحمت کشیده است، تلاش کرده است، در اون راستا کار خواهیم کرد. دوم پیامش شاید این باشد که ما یادمان نرود که در پس هر کدام از این ایده ها، حرکت ها انسان های زنده وجود داشتند و امروز هم وجود دارند. این ملت شاید که برای رسیدن به این استقلالیت و به این وضعیتی که دارد در طول تاریخش هزارها و شاید 10,000 هزار نفر را از دست داده است، کشته داده است، زندانی داده است، مهاجر داده است. شاید ما یک اندکی را میشناسیم، شاید تاریخ ما نامهای اندکی را ثبت کرده است. بسیاری از کسانی که در تاریخ ثبت شده ها یا بسیاری از فرزندان ملت از کسانی که در تاریخ ثبت شدن شاید خدمت بیشتر کرده باشند ولی ما نمیدونیم. امروز امکانیت هست، اینترنت همه چی رو ثبت میکند، در گذشته این امکانیت نبود. ما باید به یاد آنها باشیم، از آنها یاد کنیم، نه تنها از گذشتگان بلکه از کسانی که امروز هم در این راه دارند عذاب میکشند، زندانی هستند. حالا اگر آغاز تاریخ مبارزه تاجیک را از کاوه آهنگر بدانیم، چون به ما همین قدر رسیده است، شاید قبل از او بود، شاید بعد از او قوی تر بود. نهایتش معلوم نیست که کجا هست، کیها در این راه باز مبارزه خواهند کرد و جان خود را از دست خواهند داد. اما کسانی که امروز در همین ساعتها در زندان هستند، در مبارزه هستند، نباید ما از اونها یاد نکنیم، نباید زحمت‌های آنها را کمتر از دیگران بدانیم. و حتی من به این باور هستم، با همه احترامی که به تاریخ دارم و گذشتگان تاریخی همون دارم، من به این باور هستم که کسانی که در تاریخ ملت ما همچون مبارز، استقلال خواه، آزادی خواه ثبت شدند، شاید که نه همه بزرگوارانشان بودن، بسیاری کسانی بودن که اسمشون در تاریخ نیست و همون باقی مانده هم 50%، 60% شاید که با افسانه و روایت و با مبالغه ها آمیخته باشد.
اما کسانی که امروز تاریخ را می آفرند، تاریخ ملت را می سازند، در زندان ها هستند، جسارت و بزرگواریشان از بزرگان گذشته ما کمتر نیست برادران. و گفت شاعر، بعضی ها میگن شعری فردوسی است، بعضی میگن از کسی دیگر است و در نام او ثبت شده است. دوستان کمک کنن، درباره رستم میگد من هم کردمش رستمی داستان، وگرنه کسی بود در زابلستان. یعنی ایشان توسط تبلیغات و نوشته و هنر فردوسی بزرگوار تبدیل به یک تاریخ شد. اما من به این باورم که بزرگان امروزی در زندانی ما، محمد علی حید بزرگتر، اگر بزرگتر نباشد کمتر از اون شخصیت ها نیست. یک مشکلی ملت ما هست دوستانی عزیز، ما باید این را نزد خود ثبت کنیم. این مشکلی ملی ما هست. ما از حد زیاد تاریخ زده ایم، از حد زیاد افسانه ها را باور میکنیم، اما تاریخ واقعی امروزی خود را فراموش میکنیم. ما میرویم جستجو میکنیم ایدئال های خود را در تاریخ، در کتاب ها، در فیلم ها، حتی در تاریخ ملت های دیگر، اما فراموش میکنیم که تاریخ زنده امون در زندان نشسته است. اگر محمد علی حید، اگر بزرگمهر یاروف تاجیک نمی بود، نهضتی نمی بود، یا ادوکت نهضتی ها نمی بود، معاون کبیری نمی بود، ادوکت کبیری نمی بود، از یگان ملت دیگر می بود، از یگان گروه دیگر می بود، از یگان کشور دیگر می بود، اینها الکی قهرمان تمام سیاره شده بودند برای اون جوانمردی و جسارتی که نشان دادند. شما کی را در تاریخ دیده اید که مثل محمد علی حید تحت شکنجه آماده نشده باشد که نسبت برادران و خواهران خودش یک تهمت را قبول کند، به زبان بیارد؟ اگرچه ما اجازه داده بودیم در اول سال، در ماه اکتبر 2015 گفتم هر برادر و خواهری که نیاز به آزادی دارد و میگوید که همه تهمت ها رو به سر من میپرتید، این کار را خواهش میکنم انجام بدید. کسی استفاده کرد، کسی نکرد. اما محمد علی حید، سید عمر، دیگر دوستان و بزرگواران امروز به قیمت جانشان حتی این اجازت ما را هم قبول ندارند. بزرگمهر یاروف یگانه وکیل بود که میدونست که زندانی میشود، همه چیز را از دست میدهد، اما برای انجام رسالت وکیلیش، برای احترام اون کسبش دست به این کار زد. پس قهرمان کی است دیگر؟ کی رو ما باید قهرمان اعلام کنیم؟ اون کسانی که در تاریخ، چه تاریخ قبل از اسلامی، چه تاریخ زمان اسلامی، چه تاریخ شوروی میخونیم، مگر اونها کاری رو بیشتر از محمد علی و سید عمر و بزرگمهر و دیگرها کرده بودند؟ من فکر میکنم یک کمی این تاریخ زدگی رو کنار بگذاریم و بیایم به این قهرمان های ملی خودمان رسیدگی کنیم. شاید که اگر پیمان ملی تاجیکستان آمد به وطن، شاید اولین کارش این باشد که این بزرگواران رو، این قهرمان های واقعی رو به عنوان قهرمانی سزاوار بگرداند. اگر ما نتوانستیم، این دیگر وصیت به نسل‌های آینده است که این مسئولیت این کار رو باید انجام بدیم. خب دوستان گرامی، اینجا کاری ما رو خیلی سبک کردن برادرانی که قبلا صحبت کردن، علیم، شراف‌الدین، تیمور، علی، که درباره استقلالیت و استقلال خواهان، ماهیت این حرکت صحبت کردن. وگرنه من میتونستم باز نیم ساعت دیگر در این باره صحبت کنم. اما نکته‌ای که برای تکمیل گفته این بزرگواران میخواهم اینجا اشاره کنم این است که استقلالیت نه تنها دزدیده شد تیمور، من معذرت میخواهم، استقلالیت پامال و بدنام شد. امروز جشن استقلالیت در تاجیکستان از طرف مردم هیچ فرقی با جشن کدو ندارد و شاید حتی جشن کدو را بهتر و خوبتر قبول میکند، برای که 4 کدوی ارزانتر هم شاید به شرافت این جشن کدو نصیبش هم شود. اما جشن استقلالیت که میگذران، این جشن یک نفر است، جشن یک گروه است. ملت برای این جشن فقط همچون مواد خام استفاده می شود، برای مارشیروفکا، حتی برای پول جمع کردن. شما هر معرکه که میبینید برگزار میکنن، دشواریش بر سر ملت است. این است که ملت دیگر متاسفانه فرق بین این جشن استقلالیت و جشن کدو و خربزه و دیگر نمیبیند. اما
این وضعیت از کجا سر زد؟ برای چی یک منصبدار حتی در سطح بالاترین قدرت در جشن کدو صمیمیتر رفتار میکند از آنکه در جشن استقلالیت یا جشن وحدت رفتار کند؟ برای اونکه این جشن کدو و فکر و اندیشه اونها نزدیکتر است، اما استقلالیت، وحدت برای اونها یک اندیشه بیگانه است. من وقتی که تماشا میکنم میبینم که واقعا در جشن کدو و خربوزه خیلی راحتن، خیلی صمیمی هستند، اما وقتی که در جشن استقلالیت یا جشن وحدت صحبت میکند شما ببینید که این انسان دارد با خودش جنگ میکند. از یک طرف عقلش میگوید که درباره استقلالیت و وحدت بگو چون این ضرورت است، اگر نگویی همچون رهبری دولت امکان ندارد. از طرف دیگر وجدانش میگوید که مگر تو کسی نبود که با استقلالیت میجنگیدی؟ مگر تو کسی نبودی که استقلال خواهان را نابود کردی، زندانی کردی، کشتی؟ مگر کسی نبود که این وحدت را از بین بردی؟ در این نبرد وجدان و عقل یا به گفت خودشون زیرکی سیاسی شما میبینید که مردم ها مشاهده میکنند که اینجا یک صمیمیت نیست، نه در جشن استقلالیت نه در جشن وحدت. و واقعا ملت گرفتار یک دورویگی شده است، دورویگی از طرف مقامات و حاکمان، گرفتار یک دخورگی شده است. از یک طرف میبینند که با چقدر شکوه و دبدبه میخواهند جشن استقلالیت رو پیشواز بگیرند، خودشان را اساسگزار این همه استقلالیت و صلح و وحدت نشان بدهند. از طرف دیگر میبینیم که برای کسی که اولین رهبر جمهوری تاجیکستان را که زیر اعلامیه استقلالیت امضا گذاشت، خدا رحمتش کند، قدردین اسلانوف را برای قاتلانی او هیکل میگذارند. کجاست منطق که شما هم میاد استقلالیت را جشن میگیرید، نفری را که این اعلامیه استقلالیت را امضا کرده است یک مرتبه هم یادآوری نمیکنید، اصلا اجازت نمیدید که درباره‌اش صحبت کنند، میاد به قاتلان این رهبر دولت هیکل میگذارید و همزمان خودتون را طرفدار یا جانبدار استقلالیت میدونید. این یک دورویگی خیلی هم آشکار و واضح است. ارکیتکتور استقلالیت، اون نفری که متن اعلامیه استقلالیت دولتی و ملی ما را آماده کرد، خدا رحمتش کند، استاد زنده یاد طاهری عبدالجبار. شما در کدام رسانه، در کدام کتاب درسی امروزه، در کدام گزارش و سخنرانی ها نام استاد طاهری عبدالجبار را میشنوید؟ خیلی که تیمور گفت و ده ها استادان و بزرگواران دیگر را که در این مسیر با استاد طاهری عبدالجبار شریک بودند. بازار صابر تا وقتی که طرفدار اندیشه استقلال خواهی بود و خودش یکی از رهبران این حرکت بود، نه تنها برای مقامات امروزه تاجیکستان مردود و منفور بود، حتی زندانی هم شد. از همون روزی که از فکرهایش برگشت وضعیت فرق کرد. یعنی این آدمانی که رفتارشون، گفتارشون کاملا علیه استقلالیت است، علیه آرمان‌های ملی است، امروز از خود میخوان یک استقلال‌های واقعی و حتی صاحب استقلالیت را به نمایش بگذارند. من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است ملت به این دورویگی مقامات نقطه بگذارد، آشکار فکت و رقم‌ها گفته شوند، فکت‌های تاریخی، صحیفه‌های تاریخ بازنگری شود و اجازه ندهیم که در حضور هزارها شاهد که هنوز هم زنده هستیم نه تنها این استقلالیت دزدیده شود، بلکه تاریخ ملی تاجیکان بازنویسی شود، دستکاری شود، تقلب شود. این را نباید اجازه داد. وقتی که ما درباره خودمون گپ میزنیم دیگران در منبر صحبت میکنند، ندارد که کسانی که خاموش هستند یا از خاکساری یا از مشغولیت به کارهای دیگر در استقلالیت سهم نداشتند. وقتی که تیمور اسمی بنده را گرفت راست گپ خجالت شدم، گفتم من کجا و استقلال خواهی کجا، من کجا و آوردن نام من در قطار کسانی که واقعا زحمت کشیدن برای این استقلالیت چرا نام من گرفته شود؟ اما بعداً در ذهنم آمد که چرا گفته نشود، چرا ما این خاکساری دروغی را همیشه با خود داشته باشیم، باید کنار بگذاریم. بناگاه باری اول در یادم آمد که وقتی که گکچپه شد برای که استقلالیت نه تنها تاجیکستان تمام ملت‌های سابق شوروی را از بین ببرند، در اون شب روز ما دانشجویان نمیدونم شاید صدها دانشجو را در اکت ویزل یونیورسیته جمع کردیم،
حالا چند از دوستان دیگر را نام نمیگیرم که در دوشنبه هستند از همراه ما که مشکلشان نشود. متاسفانه برخی از کسانی که در اون شب و روز مبارزه در پهلوی ما بودند امروز در طرف دیگری جبهه قرار گرفتند، این شب و روز علیه ما سنگ میپرتایند. اما یک ایده از دانشجویان، ما صدها دانشجو را جمع کردیم، رکتور دانشگاه را دعوت کردیم، استاد طاهرов را خداوند عمرش را دراز کند اگر زنده باشد، چون خبری ندارم دیگر از ایشان مشاوری رئیس جمهوری عمل کننده جناب محکمov بودند. ما دعوت کردیم رکتور رو، ابراهیم عثمان دکان بود، رحمتی مسافرov دکان بود، در اکت ویزال برآمد کردیم، گفتیم رکتور رو مجبور کردیم که همچون مشاور رئیس جمهور برود محکم رو فشار بیارد که همین شب در تلویزیون برآمد کند از ملت تاجیک عذرخواهی کند برای پشتیبانی از گکچپ که در مسکو شد. ینایف و 4 نفره که در همون شب دیدم در تلویزیون برآمد میکرد، دستی کدومش میلرزید، به فکرم از ینایف بود، ینایف دستش میلرزید وقتی که درباره گکچپ گپ میزد. ما میتینگ کردیم، با خیابان ها ریختیم و مجبور کردیم که محکمov فاصله اعلان کرد بین خودش و بین گکچپ، مجبور شد. این را ما توسط رکتور و استادان مبارزی اون زمان انجام دادیم. البته یک به احترامی من حالا در همون جلسه یادم نرود، در همون صحبت در اکت ویزال نسبت ابراهیم عثمانov یکی از دانشجویان کمترک احساساتی ما بیادبی کرد. ابراهیم کنجایچ به نشانه اعتراض تالا را ترک کرد رفت. بعد ما برگردوندیم گفتیم که خب یک بیادبی کرد، یکی از دانشجویان، همون دانشجویی که امروز در قدرت هست، همکرسی ما بود، امروز علیه مبارزین علیه ماها صحبت میکنه. در اون زمان باز یک بیادبی دیگر کرد که ابراهیم کنجایچ رو ناراحت کرد، اون جلسه رو ترک کرده بود. وقتی که اینها تاریخ زنده‌اند، ما خاموشیم، گپ نمیزنیم، کسان دیگر اومدن این استقلالیت رو، این ارزش‌ها رو صاحب شدن و ما را متهم میکنن با آنکه ما مخالفی تاجیکستان مستقل پیشرفته و معاصر هستیم. دوستان گرامی، پاشخوری شوروی واقعا یک فرصت بود. فرصتی بود که برخی از ملت‌ها از اون خوب استفاده بردند، به یک جا رسیدند. گرجی‌ها، ارمنی‌ها، کشورهای بالتیک، اوکراین اخیراً اینها جزئی جهانی متمدن شدند. برخی از ملت‌های دیگر نتوانستیم از این فرصت خوب استفاده بریم. باید اعتراف کنیم اینجا کمبودی ماها بود، بی تجربگی نخبگان ملت بود و از همه اساسیش چخیلی که تیمور در اینجا خوب قید کرد، کسان و علیگ هم گفت کس در همسایگی ما کشورهای بودند که نمیخواستند که تاجیکستان واقعا هم مستقل باشد، ملت تاجیک یک ملت پیشرفته و مستقل باشد. این طفل نوزاد استقلال خواهی را سرکوب کردند، کسانی را به سر قدرت آوردند که تا امروز ملت تاجیک را در این وضعیت ناگوار قرار دارد. و نهایتا در این قسمت صحبت یک نکته دیگر است که در مجموع چه در بحث استقلالیت، چه در بحث دولت سازی، چه در بحث ملت سازی، پیش از همه رهبریت کشور و یک قسم از نخبگان این ملت در یک بحران هویتی گرفتار شدند. بحران هویتی را می شود همچون کریزیس ایدنتیچنستی نامگذاری کرد. و در این مسیر هویت سازی، هویت سوزی برای تاجیکان خیلی هم دارن ملت ما را اذیت میکنن، نیاز ندارد ملت را اذیت میکنن، سرگردان میکنن، از یک وادی به وادی دیگر میبرن. شما ببینید که در همین حداقل 20 سال اخیر ما در این جستجوی هویت رهبریت امروزه تاجیکستان ملت را از کجا تا کجا برد. اول آمدن هویت سوزی کردن، هویت شکنی کردن، بعد به جای آن خواستن از ما یک وارثان اسماعیلی سامانی بسازند. یک مدت ما همه شدیم وارثان اسماعیلی سامانی، بعد چند مدت آمدیم هممون شدیم آریا نژاد. دیدن که اسماعیلی سامانی هم یک ملا بوده است، یک او قدر مثلا نمیشه تاریخ را بسیاری بعد تقلب کرد. اسماعیلی سامانی هم سامان خداتا از
زبان فارسی رو آوردن. از اون قسمت خلیفه بغداد خاندان سامانی ها را فرستاد مثل یک گنرال گوبرناتور با بخارا و این طرف ماوراءالنهر تا که در اونجا از نام خلیفه بغداد حاکمیت کند و خاندان سامانی تا آخران نفرشون به نام خطبهش رو به نام خلیفه بغداد میخوان. دیدن که نه اونقدر این کار نمیشد. بعد ما را از ما خواستند که یک آریایی اصیل بسازند که از همه قوم های آریایی نژاد ما تازه تر هستیم. دوستانی عزیز، در دنیای امروز من دقیق نمیدونم ولی فقط خود هندوستان بیشتر از 1 میلیارد هست. همه اونا ریشهشون میبرد به آریایی. اروپا، روسیه، ایران، پاکستان، افغانستان خواستن از ما از یک هویت جدید تقریبا نزدیک، من معذرت میخوام، به هویتی که گیتلر میخواست برای آلمانی ها بسازد، به همون سمت ملت رو قریب داشتن که میکشاندند. خدا را شکر که بعضی از عقل ها پیدا شد، گفتن که زیاده روی نکنید که گذراندید. من یادم هست وقتی که با ملاقات داشتیم در بوندستاگ، رهبر هیئت تاجیکستان مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان بود، یک نفری که خیلی اون زمانها دیگر دو آتشه عمل میکرد، آمد در صحبت با رهبر فراکسیون بوندستاگ آلمان. اولین جملهش میدونید چی بود؟ گفت که ما تاجیک‌ها و شما آلمانی ها آریا نژاد هستیم. اون ترجمانی بعد فهمیدم که خیلی هم آدم عاقل بود است، ترجمه نکرد، چون اگر ترجمه میکرد میفهمید که شاید اعتراض میکردن میرفتن یا یگان اعتراضی به شکل دیگر میشد. ولی اون یک آلمانی درک کرد، گفت که وظیفه شما ترجمه کردن است، هر چی میگه ترجمه کن. بعد ترجمه کرد، گفت که این رئیس هیئت تاجیکستان میگه که ما و شما آلمانی ها آریا نژاد هستیم، ما باید برادر باشیم، زی دیگران باشیم، با هم باشیم. ولی گفت که آقای محترم، گفت ما آلمانی ها گفت از این گونه شعارها سیر شدگیم. ما یک بار آلمان رو به همین مصیبت گرفتار کردیم به خاطر همین گونه تفکر. اگر موضوع صحبت شما همین است، پس ما کاری در این موضوع نداریم. یعنی مشاور دولتی پرزیدنت اصلا نمیدونست درباره چی گپ زند. این اونا میخواستن از ما یک هویت بسازن. بعداً کشوندن ما را بردن به پیروان امام اعظم که گفتن که ما هم پیرو امام اعظم هستیم. یک مرحله جدید هویت سازی بود که دقیقاً با امام اعظم و ارزش‌های حضرت امام اعظم همون رفتاری را کردن که با ارزش‌های آریایی و با ارزش‌های اسماعیلی سامانی کردن. اینجا هم شاید وقتش است که یک نکته دیگر هم خاطررسان کنم. یادم نیست سالش دقیق، بگذار ارخیو را بردارن بگن که کبیری دروغ میگوید. خداوند آزادش کند استاد سیف الله زاده را، وقتی که استاد همت‌زاده اولین کتاب تاجیکان معاصر را درباره امام اعظم نوشت، من از استاد همت‌زاده رفتم، گفتم استاد همت‌زاده باید همین واقعا اندیشه‌های امام اعظم را باید زنده کنیم و در مقابل اندیشه‌های افراطی که از بیرون میآید به نام دین و اسلام باید گذاشت. این کار ما باید انجام بدهیم. مشورت کردیم، سیف الله زاده را فرستادم به نزد اکادمی دینارشویف که اون وقت دیرکتور اینستیتوت فلسفه و تاریخ بود اگر اشتباه نکنم، چون هر دوشون دوستی داشتن. گفتم با استاد دینارشویف صحبت کن، یک کنفرانس مشترک با اکادمی برگزار کنیم درباره امام ابو حنیفه، او را بشناسونیم به ملت که این شخصیت چه زحمت‌های کشیده است و اندیشه‌های امام اعظم چگونه میتواند ما را از همه گونه عقیده‌های افراطی مذهبی نگه بدارد. استاد دینارشویف که هم تجربه کار در زمان شوروی و پارتی و حزب و اکادمی را داشت، یک مصلحت داد، گفت که اگر ما و شما این کارا کنیم در بالا ناراحت میشوند. من گفت میدونم، بسیار خوب، بیا خوب میشد که شما یک نامه به نام دستگاه بنویسید و من همچون رئیس حزب با عنوان دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامه نوشتم درباره آنکه یک چاره‌بینی بزرگ، یک کنفرانسی علمی برای ابو حنیفه در تاجیکستان باید برگزار شود. باز تکرار میکنم، بردارن نسخه این ارخیو را از ارخیو اپارات پرزیدنت میگیرن، اکادمی الها میگیرن، چون ارخیو نهضت اسلامی تاجیکستان متاسفانه مصادره شد، ما نامه را نداریم. سیف الله زاده را چند مرتبه گفتم که چی شد، جواب اومد، چون مسئول پرونده او بود، رفت آمد گفت که میگن که این روز پگاه جواب میگیم. بعد چند ماه اعلان شد که تاجیکستان یک سیمپوزیوم بین المللی
به خاطر ابو حنیفه برگزار میکند و ما خرسند شدیم. واقعا هم استاد همزده گفت که خدا را شکر و باور داشتیم که اولین کاری که میکند حکومت کتاب استاد همزده را بازنشر میکند. در دوام 6 ماه تقریبا 10 تا کتاب از سپاری شد که 10 کتاب درباره ابو حنیفه نوشته شود. همه کتاب ها را اپارات پرزیدنت مبلغ گذاری کرد جز از کتاب استاد همزاده. نه تنها من، استاد همزاده، هیچ کسی از نهضت اسلامی تاجیکستان به این سیمپوزیوم دعوت نشد. این یک نمونه دیگری دزدیدن و ربودن ایده ها و اون را به شکل وارونه و غلط به مردم معرفی کردن. بعدا دیدن که چه خیلی که با اسماعیلی سامانی شد، دیدن که ابو حنیفه هم یک ملا بوده است، یک امام مذهب بوده است، یعنی فقط تاجیک یا فارس نبوده است. آمدن دقیقاً علیه فرمودهای امام اعظم رفتار کردند. نگفتن که امام اعظم درباره ریش چی گفته است، درباره حجاب چی گفته است، درباره نماز و روزه و مسجد مدرسه چی گفته است. کاملا امروز دارن علیه ارزش‌های هم سامانی، هم آریایی، هم ابو حنیفه و تمام آرمان و آرزوهای تاجیکان رفتار میکنند. منظورم این است که در این هویت باختگی، جستجوی هویت‌های صنعی ساخته، ملت ما را دارن سرگردان میکنند. ملت اورینتاسیش رو گم کرده است، اون جهتگیری معنوی و ارزشی خود را گم کرده است. اینا میگن ценностная ориентация. وقتی یک جوان نمیداند که در زندگیش، در فکرش، سیاستش به کی پیروی کند، او را گاه از سامانی میپرتیم به آریایی، به ابو حنیفه، بعد بر میگردانیم باز به یک هویت جدید ساخته ایستادن، پیروان پیشوا. حالا نهایت هویت یک تاجیک باید همین باشد که باید پیروی کدام یک پیشوا باشد. مثل یک معذرت میخوام، توده گله گرگان پیشوا دارد، رمه گوسفند پیشوا دارد، پیشوای رمه گوسفند هم گوسفند نیست، یک بز است. شما این را خوب میدانید. جامعه بشری نیاز به پیشوا ندارد. جامعه بشری نیاز به یک مدیر دارد. یک مدیر که انتخاب می شود، بعد 5 سال میگن خوش آمدی برادر، برو دم بگیر، با نفر دیگر میاد. ولی پیشوا واقعا همون است دیگر. در این جستجوی هویت و هویت سازی ها واقعا ملت بخصوص نسل جوان سرگردان شده است. چرا امروز جوان تاجیک باید با 2000 یا 3000 از ابوبکر بغدادی پیروی کند و ابوبکر بغدادی را پیشوای معنوی خودش به اصطلاح حکومتداران بشناسد، اعتراف کند؟ برای چی؟ باید که ایدئال معنوی جوان دیندار تاجیک خاندان تورا جانزاده ها باشد، حاجی میرزا باشد، ملا عبدالرحیمی قزاقخانی بود اون بزرگوار، و چندین بزرگواران پیشوایان مذهبی تاجیک باشد که در داخل تاجیکستان زندگی میکنند. رحمانوف چیکار کرد؟ تمام این ایدئال ها را شکست، از بین برد. به جای آنها یگان ایدئال با وجود آورده نتوانست. یگان نه شخص، نه شخصیت، نه ایده، تا اینکه این جوان تاجیک از او پیروی کند. این است که جوان تاجیک برای جستجوی این ایدئال معنویش میرود به دام ابوبکر بغدادی و دیگران میافتد. چرا جوان تاجیک امروز با پیروزی یک ورزشگر خارجی هزارها شادی میکند، به خیابان میریزد؟ برای آنکه حکومت امروزه پیشوایان، ورزشگران، بهترین جوانمردان و پهلوانان این ملت رو شکست. در داخل نداریم دیگر. نه برای کلانسال یک نفر داریم که از او پیروی کند، نه برای جوان، نه برای زن، نه برای طفل. رحمان این همه را از بین برد و خواست که خودش را جایگزینی همه این ایدئال ها کند که متاسفانه یا خوشبختانه نتوانست. پس تنها برای همین هویت شکنی، هویت سوزی ملت تاجیک میتوان این نفر و تمام کسانی که از او پشتیبانی میکنند همچون یک جنایتکار و خیانتکار ملی معرفی کرد در نزد تاریخ. چون ملت تاجیک برای آنکه رها بیابد از این مریضی، باید که سالها ما و شما باید اذیت بشویم، عذاب بکشیم که ملت رو برگردانیم به اون مسیری تاریخی و مسیری درستی که طول 1000 سالها داشت میرفت و مبارزه هم میبرد. خب دوستان عزیز، یک کمی طولانی شد مقدمه در موضوع استقلالیت، ولی باید این حرفا رو میگفتیم. حالا چند جمله درباره خود پیمان خدمتتون عرض کنم که
پیمان ملی تاجیکستان دقیقاً در همین حالت دشوار تأسیس شد و ما باید اعتراف کنیم که راهی آسانی رو در پیش نداریم. اینجا دوستان خیلی خوب گفتن و باز تکرار میکنم کاری ما رو سبک کردن، اما از روزی که ما این پیمان رو تأسیس دادیم دوستان میدونن، استاد روشن میدونن، تیمور، علیم، شراف‌الدین و همه کسانی که با هم مشورت میکردیم، حتی کسانی هم که در این تالار نیستند و نخواستن در این مرحله با پیمان باشن، میدونن که این پیمان چگونه شکل گرفت و برای چی در همین شب و روز تأسیس شد. سوال این است که آیا میتوانست پیمان یک کمی زودتر تأسیس شود، دیرتر تأسیس شود یا با افراد دیگر شود؟ جواب ما این است که احتمالش خیلی ضعیف بود. چرا؟ ما بعد همه مشورت ها به این نتیجه رسیدیم که باید از یک نقطه شروع کرد. ما هیچ وقت نمیتوانیم تمام اپوزیسیون تاجیک، تمام دیگر اندیشان و تمام کسانی که یک تاجیکستانی نو را میخواهند در یک چارچوب، در یک زیر سقف یک بینا جمع کنیم. این امکان ندارد. هیچ کس این کار را کرده نمیتونه. کسی اگر آرزو کند یا فکر کند که من اول همه ملت تاجیک را جمع کنم و بعد دست به کار بزنم، این یک فانتزی است. باید کار را با یک ایده محدود با آن کسانی که واقعا میخواهند در همین شب و روز کار را شروع کنند آغاز کرد که ما هم خدا را شکر 1 سال پیش این را آغاز کردیم، اما مرحله آماده شوی با آن خیلی طولانی بود. ما از قبل میدونستیم که مناسبت با ما یکسان نخواهد بود. موقع حکومت که معلوم بود از اول، امروز هم معلوم است. باز همون گپا، اینا کسی نیستند، ضعیف هستند، مثل همون 20 سال 30 سال پیش که میگفتن که ما با کی گفتگو کنیم، ما با اینا کسی نیستن، اینا جنایتکارن، اینا رفتن از وطن بیرون شدن، دیگر کسی نیست که ما با اون صحبت کنیم. اما وقتی دیدن که قدرت دارد از دستشان میرود و اولین گروه های مسلح اپوزیسیون در کیلومتر هفتم شهر دوشنبه در تیررس قصر پرزیدنتی پیدا شدن، دیگر اون حرفا فراموش شد. الان هم همون قصه را دارن تکرار میکنن که اینو با کی صحبت کنیم، با کی گفتگو کنیم. اما دوستان عزیز بدانید که گفت و شنید را حکومت بر وقت آغاز کردگی است. این دروغ است میگوید که ما با کسی گفت و شنید نمیکنیم. پیمان ملی تاجیکستان است که با کسی گفت و شنید نمیکنه. الان ما گفته ایستادیم که ما گفت و شنید نمیکنیم. اینها دارند با هر کدام شما با تنهایی گفت و شنید کرده ایستادن. مگر همینجا نشستگی ها هیچ کدامتون از پلکونی که گنرال از یک دوستتون پیام نگرفتید که بیایید بشینیم صحبت کنیم و شما برگردید به وطن؟ این چی است؟ این را نام گذاشتن که عفو کردن. عفو کردن مثل میرزیایف رفتار میکند، بدون آنکه با اون محبوس یا با اون مهاجر بشیند گفت و شنید کند، فرمان عفو رو میبرد، میگه همه شما آزاد هستید. مگر در قدرتش نیست؟ مگر در صلاحیتش نیست که یک عفو عمومی اعلان کند بدون گفت و شنید با ایشان عبدالستار؟ ایشان عبدالستار رو بیزار کردن، هر روز گفت و شنید دارد. میگن ما گفت و شنید نمیکنیم، ولی واتساپ و اسکایپ و با تمام وسیله گفت و شنید است. شراف‌الدین را دزدیدن بردن در داخل زندان، با شراف‌الدین گفت و شنید کردن برای آنکه علیه ما گپ زنند. هم گفت و شنید با افراد میکنن، هم میگن که ما گفت و شنید کرده نیستیم. این ما هستیم که الان میگیم آماده نیستیم با شما گفت و شنید کنیم. چرا شما را در سطح گفت و شنید نمیبینیم؟ حالا چند نفر میاد و میرود. یک نفرش اومد دعوای گفت و شنید کرد سال گذشته، سیفالله سفرов دوستی ما. حالا دوست میگم چون وظیفه نداره دیگر، پنسر رفت. گفت ما گفت و شنید میکنیم، ما از نام حکومت وکالت داریم، عفو میکنیم. برگشت از وظیفه گرفتندش. من از صلاحیت هیئت حکومت همین است. یک سفیرش قدیما فقط سلام کرد، از سفارت سفیر تاجیکستان در آلمان هم گرفتن. حالا گفتن در کدام شعبه چیکار میکنن. و این هیئت میگه که ما با سر بلند و روی سرخ و با وکالت تمامیت. کی با شما گفت و شنید میکند؟ حالا اگر سلام کردن بچه‌ها خدا را شکر بیارید. و ببینید در این شرایط ما داریم فعالیت میکنیم و شما در بین تمام اپوزیسیون اتحاد شوروی سابق از روی انصاف، حالا این حرف رو من نگفتم، رهبری پیمان یا بچهای ما در شورا نگفتن، یگان اپوزیسیون دیگر رو دارد که توانسته باشد که رئیس جمهورش 4 سال باز اروپا آمده نتواند. یگان دارد، یگان اپوزیسیون را، یگان کسی را دارد که یگان اپوزیسیون دیگر، حتی اپوزیسیون هم نه، روسیه 150 میلیون شهروند دارد.
اپوزیسیونر روسیه میلیاردر هستند، خودرکوفسکی، کاسپاروف، ده نفر دیگر. کدامش پرونده یک نفر از زندانی سیاسی روسی را تا سازمان ملل برد و قرار سازمان ملل را در دوام کوتاه همگی 2 سال به دست بیارد. اپوزیسیون تاجیک و جامعه شهروندی تاجیک توانست که در مدت 2 سال نزدیک 14 پرونده زندانیان سیاسی را در سازمان ملل به تصویب برساند. رحمان تمام توانش را به خرج داد تا اینکه چند هموطن تاجیک را از وطن بیرون کند. ولی یک مهاجری تنها، به سفارت، به ارتش، به تلویزیون تاجیک توانست که رحمان را از دنیای متمدن بیرون براند. امروز یگان کشوری متمدن آماده نیست قبول کنه دیگر. یکی از دیپلمات‌های اروپایی در وین بود، وقتی که ملاقات داشتیم با سفیرای اروپایی، پرسید که دیپلمات‌های شما بسیار زوره و توالا دارند که اقلا یک سفری رسمی ایشان را به اروپا هماهنگ کنیم. نظر شما چی است؟ شما راضی هستید؟ گفتم ما اصولا راضی نیستیم که اروپا نه تنها رحمانوف بلکه یک دیکتاتور دیگر هم از دنیا قبول کند. اصولا قبول نداریم. اما بگذار بیاد فقط با یک شرط. سفرش رو حداقل 1 هفته پیش 2 هفته پیش اعلان کنید که ملت آمادگیش ببیند. ما راضی هستیم بیاد، منتظر هم هستیم، اما پنهانی نیاد دیگر مثل بعضی سفرهای دیگرش که حالا یک وقت میبینید که با کجای سفر کرد. مردم آمادگیش رو بیند و واقعا هم ما میتوانیم خوب پیشواز بگیریم. چرا نه؟ بیاید ملاقات کنه در اروپا. اما اونها گفتن ما فقط داریم این درخواست‌های پیام رو بررسی میکنیم. هنوز هم جوابی مثبت ندادن. منظورم دوستان عزیز این است که واکنش حکومت، رفتار حکومت، طرفداران حکومت نسبت پیمان دیگر آشکار است. ما یگان انتظاری نداشته باشیم. اما در اینجا 2 گروه از هموطنان هستند که میخواستم به خاطر آنها علاهیده چند جمله بگم. یکی از گروه اول این هموطنان ما هست که مثل ما مبارز هستند، مهاجر هستند، بی‌وطن هستند. در گذشته هم برای این ملت و برای این آرمان ها مبارزه کردند، امروز هم دارن زحمت میکشن. اونها هم حالا با هر دلیل، با هر یا کمبودی ما هست، عیبی ما هست، با هر دلیل هست که علیه پیمان ملی تاجیکستان موقع گیری کردند و دارند موقع گیری های منفی میکنند، ادامه میدهند. ما هم دوستان عزیز، کسانی که حرف ما را میشنوید، چه اعضای پیمان هستید چه طرفدار پیمان، خواهشمان این است که نسبت این هموطنان خیلی با آداب باید بود. اصلا وارد پرخاش، بحث و تلاش نشوید، چون ما هیچ دلیلی نداریم برای وارد شدن به بحث. شاید که اون دوستان دلیل دارن، ما آدمان چندان مناسب نیستیم، خوب نیستیم و یک دلیل دارن که علیه ما می نویسند، میگویند، اما ما هیچ دلیلی نداریم. نه به معنی آن که حرفی برای گفتن نداریم یا اینکه این بزرگواران ملائکه هستند. همون مقداری که ما کمبودی داریم اونا هم دارن. اما دلیل اساسی ما این است که اگر ما خدای نکرده یک روز وارد این بحث و پرخاشا شویم، 2 ضرر میکنیم. یکی این که نیروی به این هم محدود و وقتمان بر هدر می رود که ما باید در جای دیگر صرف کنیم. دوم این که ما در مجموع داریم حرکت آزادی خواهی و استقلال خواهی و اپوزیسیونی تاجیک ضعیف میکنیم. با سیاه کردن یک نفر مبارز، سنگ پرتوی علیه او و حتی اگر به خاطر جواب دادن هم باشد، به خاطر بحث هم باشد، ما هیچ فایده نخواهیم کرد. بیاید این نیرو رو، این وقت رو صرف کارهایی کنیم که تمام ملت از ما آن را انتظار دارد. اما جواب دادن با منطق، با آداب هیچ کس منع نکرده است. اما به هیچ وجه نباید وارد پرخاشگری، خدای نکرده وارد تحقیر و حرفای ناسزا شوید. من رسما اینجا اعلان میکنم که این نفر که تحقیر میکند، گپی فحش میگوید، کنایه میکند، تمسخر میکند یا خدای نکرده مردی را، زنی را، بخصوص زن را مورد تحقیر و تهمت و بعضی مسائل شخصی را آشکار میکند، بداند که او نه پیمانی هست، نه نهضتی است، نه 24 است، نه حالا جنبش است، انجمن، هیچی نیست، اصلا اون مبارز نیست. و ما اعلان می‌داریم که از این گونه افراد، از این گونه اشخاص، حتی اگر از به نام پیمان هم صحبت کنند، براءت خود را اعلان میکنیم.
اما از دوستان و از برادرانم خواهش میکنیم کسانی که دلشون به ما میسوزد و ما را به خاطر دلسوزی تنقید میکنن در این مرحله نازک یک کمی احتیاط کنند و زیاده روی نکنند و کوشش کنند که کمکمون کنند. اگر نتوانستند حداقل در این مرحله نازک زیاد سنگ اندازی نسبت ما نشود. اما یک گروه دیگر است هموطنان عزیز که باید کمی آشکارتر صحبت کرد. نمیدانم شاید صدها هزارها هموطنان ما در ساختارهای دولتی امروز دارند کار میکنند، انجام مسئولیت میکنند. هیچ کس حق ندارد یک هموطنی را که در حتی ارتش کار میکند، امنیت، پلیس، در اپارات پرزیدنت، فقط به خاطر آن که در یک دستگاه کار میکند که رهبرش یک انسانی فاسد و جنایتکار هست مورد تنقید و تهمت قرار بدهد، او را مثلا حرفای ناسزا بگوید. اینا هموطنان ما هستند، اینا دارن مسئولیت خود را انجام میدن و شاید کمک آنها به ملت به ما هم در یک جای میرسد که ما خودمون نمیدونیم. اینا سرمایه ملی هستند، باید از اینا را حفظ کرد و اینها را احترام کرد. اما یک گروه از هموطنان هستند که چه در مقامات دولتی کار میکنند، چه بیرون از مقامات دولتی می نویسند، حرف میزنند. اینها دارند عمدن به طور آشکار، به طور پیوسته و بدون آنکه کسی به آنها فشار بدهد از این جنایتکاری ها و از این خیانت ها پشتیبانی میکنند و از همه بدیش کوشش میکنند که در خارج این جنایت ها و خیانت ها را توجیه کنند، دلیل پیدا کنند، سفید کنند. من نمیدونم این گروه را چی نام برد، باید به این گروه باید چگونه مناسبت کرد و با کدام رو میآیند در خارج یا در داخل. برای مثال وقتی که محمد علی حید شکنجه می شود ما صدا بلند میکنیم. محمد علی حید کسی نبود که آنها نشناسند، بعضی حتی دوستشون بودند، بعضی حتی استاد محمد علی میگفتند. امروز سنگ می اندازند به طرف ما که اینا کی هستند، اینا چی هستند و از همه بدیش این است که بدون آنکه کسی به آنها فشار بیارد فقط به خاطر خوشخدمتی و به خاطر چاپلوسی این کارها را انجام میدیم. ما و شما باید دیگر وقتی اون رسیده است که با صراحت به این دوستان بگیم که برادران عزیز، جنایت است، جنایتکار است، خیانت است. باید همه چیز به نام خودش نامگذاری شود و هر کسی که پشتیبانی از جنایت و جنایتکار میکند باید اونم در نزد ملت آشکار باشد. دیگر دلیل های این که ما مجبور بوده، ما نمیخواسته، ما دیگر شرایط این بود، 1 سال کار میدهد، 2 سال کار میدهد. امکان ندارد که ملت یک عمر این دلیل های شما را قبول کند و شما های بردوام علیه ما سنگ اندازی کنید. وقتی که آلمان فاشیستی را، هیتلر را به دادگاه بین المللی کشیدن در خود همین آلمان، شما فکر نکنید که فقط هیتلر را محکوم کردند. تمامی کسانی که با هیتلر شریک بودند، در دستگاه‌های او کار می‌کردند، با او همراه بودند و او را کمک می‌کردند، همچون جنایتکار شناخته شدند. نه تنها جنایتکار شناخته شدند، تا امروز در پیگرد قانونی هستند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، در آلمان، در لهستان، در لیتوا هم دیدیم آثارخانه‌های جنایت‌ها و ظلم‌های دیکتاتورها و حکومت‌های دیکتاتوری هست و نام تمام کسانی که به این حکومت‌ها همچون نمیدونم خبرکش، همچون سفید کننده، همچون روزنامه‌نگار یا به هر شکل اگر در خدمت این رژیم بودند در دیوارهای این آثارخانه‌ها آویخته شده است تا اینکه ملت‌ها، نسل‌ها بدانند که کیها این ملت رو ظلم کرد و کیها این ظلم را پشتیبانی کرده است. آیا هموطنان عزیز و گرامی ما می‌خواهند که در چنین یک آثارخانه اسمشان آویزان شود که در زمان حاکمیت یک دیکتاتور، یک ظالمی که محمد علی و بزرگمهر و صدها بچه‌های دیگر رو زندانی کرد، اذیت داد، این نفرانی بودند که از این نظام، از این سیاست در فلان جاها پشتیبانی کردند. آیا به کسی این لازم است؟ شاید امروز به خاطر منصب و کرسی و به خاطر 4 تنگه این کار رو انجام بدید، اما یادتان نرود که عمر این ملت، نام این ملت 50 سال نیست، 1000 سالها باقی خواهد ماند. نام شما، نام من هم باقی خواهد ماند. امروز شما مرا تروریست میگید، این جمع همه جنایتکار و تروریست اعلان کردید و این تاریخ تنها من نیست. این ملت ها بارها جنایتکارها را دیدند، شنیدند، اما تاریخ آنها را سفید کرد، ولی نام شما دیگر سفید نمی شود. نیلسون ماندل هم برای حکومت خودش جنایتکار بود. در زندان اگر
استاتیاهای نیلسون ماندلا را بگیرید، دقیقاً همون استاتیاهای زید و بزرگمهر و محمد علی و سید عمر هست. دقیقاً همون استاتیا است. نیلسون ماندلا سفید شد و تمام کسانی که او را 29 سال در یا 26 سال در زندان نگه داشتند اونها سیاه شدند. حضرت عیسی مسیح همچون تروریست کشته شد، خواستند بکشندش. استاتیای حضرت عیسی مسیح همین بود، سیاست ضد دولتی، همون دولتی که در اون زمان بود. حضرت پیامبر را صلوات الله علیه را با کدام اتهام سنگسار کردند و بیرونش کردند؟ به همون اتهامی که الان شما دارید آزاداندیشا رو میکنید. اما تاریخ حرفی خود را زد، همه اینها را سفید کرد. روسیا در نزد تاریخ همونهایی شدند که این کسان را وارد زندان کردند و تهمت کردند. خب خواهران و برادران عزیز، دوستان عزیز، گفتنی ها خیلی زیاد است. ما در یک سال یک بار جمع میشویم، اما انشاءالله باز فرصت های بیشتری خواهد شد. من با نمایندگی از تمام شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان، یکایک شما که در این تالار نشستید، از سراسر دنیا زحمت کشیدید، هم تشکر میگم، هم میnnتداری بیان میکنم و این را قرض خود میدانم بگویم که بر شما و بر گذشتگان شما و بر آیندگان شما درود و رحمت پروردگار باد برای این همه مبارزه‌ای که تا امروز کشیدید و در پهلوی ما بودید. این کار آسان نیست، این واقعا جوانمردی است. امروز که ما در این منبر ایستادیم، در اینجا نشستیم، این همه توسط زحمت‌های شبانه روزی شماست که در پس پرده کارها را انجام میدید. توسط زحمت و دعاهای مهاجرین ما در روسیه است، توسط دعاها و پشتیبانی معنوی زندانی‌های ما است و اون پدر و مادرانی که در داخل کشور خاموش گریه میکنند، اذیت میشوند برای هر گپی که شما میگید، اونا را اذیت میکنند. در حضور میلیسیونر زنگ میزند، میگه که بچه‌م برگرد بیا، ولی روزی بعدی میگه بچه‌م راهتون رو ادامه بدید، خداوند اقبال بتید. همه پدر و مادران شما این حرف رو به شما گفتن. دعای اونها، بزرگی اونها است که امروز ما و شما صدا بلند میکنیم در اینجا هستند. بار دیگر به همتون تشکر. دعا کنیم که پروردگار هر چه زودتر این گونه جلسه ها رو در تاجیکستان داشته باشیم که علیک بیاد از گرجستان در دوشنبه او رو پیشواز بگیریم. خداوند نگهبانتون باشید. تشکر استاد گرامی برای صحبت‌های پرمحتوایتان. دوستان عزیز، مهمانان محترم، به همین قسمت اولی برنامه امروزه ما به پایان رسید. بار دیگر همه شما عزیزان را به 28مین سالگرد استقلال کشور عزیزمان و تأسیس سالگرد پیمان ملی تاجیکستان مبارکباد گفته به همه شما موفقیت و تنصیحاتی را آرزومندم. برادران عزیز، حاضر 5 دقیقه استراحت میکنیم و قسمت دوم برنامه خود را شروع میکنیم. سلامت باشید. شاید چندان چیز نباشد، چندان بی ربط نباشد ضعیف بودن مخالفین، ولی من میخوام از اینجا از رهبری پیمان بشنوم که قوت پیمان ملی در چیست و آیا عبدالله رهنما از این ضعف چی را در نظر دارد و آیا واقعا شما فکر نمیکنید که امروز مخالفین ضعیف هستند نسبت به گذشته، بخصوص به دورانی که در افغانستان بودند و اونجا اینات حضور داشت، در اونجا هم نیروهای مسلح زیاد بود، هم قدرت اقتصادی قویه بود که خیلی از سازمان ها و کشورها خوب هستی. گیتلر هم قوی ترین حکومت آلمان در اروپا در زمان خودش بود، اما نهایتش چه شد؟ چون قدرت مردمی نداشت، حقیقت با اون نبود، عدالت با اون نبود، این قدرت و توان و اون همه امکانیت های ملت رو برباد داد. حکومت تاجیکستان امروز میتواند بشکند، زندانی کند، بکشد، ترور کند، بدزدد، این قدرت رو دارد. برای همین شعار از همه دوست داشتهشون چی است؟ ما میتوانیم. من همیشه میگم بله، شما بدی رو کرده میتوانید، شما دزدی رو کرده میتوانید، شما این قدرت رو دارید، اما این هنر نیست.
ما فکر میکنم که در شرایط امروز با اون امکانیت که داریم و گفتی رسول مکسیمال نه همین شرایط رو استفاده برده فعالیت برده ایستادیم. تشکر میکنیم از خوب یک میخواستم در همین مورد یک نقطه نظر خود را من میگویم، چون واقعا وقتی که ما تاریخ رو هم تاریخی 27 ساله 28 ساله خودی تاجیکان رو برگردانی میکنیم، میبینیم که اپوزیسیون تاجیک، مخالف تاجیک یک اپوزیسیون ژیوچی بوده است، یک زنده احیای زنده شدنشان تستر بوده است. نگاه کنید که همیشه حکومت میخواست که مخالفان سیاسی رو نابود کنند یا کارگونگ لول سازند. سال 92 تماما از بین بردند و با یک طرز اتوماتیکی و با طرز تیز زنده و احیا شدند و مبارزه سیاسی خود رو دوام دادند. و بعدا وقتی که دیگر سالها هم تونستند که میخواستند که مثلا اپوزیسیون رو کنترل کنند و کارگونگ لول ساکت سازند و نابود سازند، که 2015 هم تا 2015 هم محمد رضا اسکندرов، زاید سعیدов، این ده ها صدها تا حاضر هزار صدها نفر سیاستمداران ما، مخالفان ما، دیگر اندیشان ما در زندان هست، ولی بعد از سال 2015 میخواستند که تماما نابود کنند، ولی در یک مدت کوتاه با اپوزیسیون تاجیک زنده شد، احیا شد و مبارزه خود را برده ایستاده است. یعنی که این به معنای آن است که مخالفان تاجیک، یگانه مخالفان تاجیک شاید که در سابق اتحادیه شوروی است اگر گوییم، اون زنده تر است و همیشه زنده می شده است، ژیوچی بوده است. یعنی که این اپوزیسیون مخالف را هیچگاه نمیشد گفتم ضعیف و یا ناتوان است، وقتی که این تونست که از یک نقطه از یک نقطه که تماما نابود ایستاده بود خست به وجود آمد و مبارزه را دوام داده شده است. یعنی که این از نگاه من واقعا مخالفان تاجیک مخالفان ژیوچی است و هیچگاه نمیتواند که این را از بین نابود کنند و یا از بین. تشکر میکنیم از برادر الهام جان. راستی خواهش میکنم فقط کوتاه‌تر و با یک سوال اگر هم جواب ندهیم بهتر است، چون وقتی ما خیلی کم است. اینجا با من اشاره میکنند از مسئولین که ما فقط نیم ساعت یا چند دقیقه وقت داریم. محمد اقبال خب برادران بفرمایید زودتر، هر کس از داخل تالار سوال دارد بفرمایید، فرصت بر شما. میکروفون سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالم که بازم دوستان امروز میبینیم. سوالی من به جناب استاد کبیری است. استاد کبیری قید کردن، شما پیشتر قید کردید که یعنی در مورد مذاکرات با حکومت گفتید که حکومت تاجیکستان در ابتدای دهه 90 وقتی که حالا به همین مفهوم وقتی که مخالفان از تاجیکستان بیرون کرده شدند دیگر مخالفان را هیچ حساب نمی کردند و بعد تا وقتی که تا کیلومتر هفتمین شهر یکی تا نزدیک تا تیررسی قصر پرزیدنت رسیدن این حرفا فراموش شد. منظور من همین است که این حرف ها فراموش شد، گفتن پیام شما وقتی که این با قدرت یعنی قدرت گرفتن مخالفین را در کیلومتر هفتم در نظر یادآور کردید، یعنی چی میخواهید؟ شما میخواهید گفتن که ما باز با یک نوع مبارزه های نمیدونم پسی پردگی و یا اینکه مبارزه های به مثل برمیگردیم یا اینکه همین موقع روشن‌تر کردن میخوام، یعنی مبارزه باز هم اگر سلاح باشد سلاح، فکر باشد فکر. بله درست. و یا اینکه این چی میخواهید با این گفتم؟ تشکر از امرالله نظام خبرنگار. سلامت باشید. ببینید یعنی این آیا تهدید است همینطور؟ اینجا تهدید نیست و یک کمتر آشکارتر در این باره صحبت کنیم خوب است. من معذرت میخوام اون 5 دقیقه وقت مو بدید که اون 3 دقیقه و 4-5 دقیقه وقت نگذارید. ببینید من چند وقت پیش وقتی ژنو دعوت شده بودیم در یک حاشیه کنفرانس بین المللی چند سازمان بین المللی
که تجربه زیادی گفت و شنیده ها و میان جگری را دارند ملاقات کردم و گفتند که آیا شما راضی هستید، یعنی ما طرف ما و خود من شخصا، که یک تلاش کوشش برای میانجیگری و برای آغاز گفت و شنید آغاز شد و گفتن اصلا نظری خود شما چی است در این باره؟ من خیلی آشکار و شفاف با اونا گفتم، حالا هم جواب رو هم با شما میگم. گفتم نظری شخصی من، تحلیل شخصی من این است که نه حکومت امروزه تاجیکستان آماده چنین یک گفت و شنید هست، نه ما آماده هستیم. از من زمینه رو برای گفت و شنید نمیبینم. من خودم شخصا اصولا یک انسانی طرفداری، همیشه طرفداری گفتگو، مکالمه، گفت و شنید بودم و میمونم. و کاری را که با گفتگو، با گفت و شنید حل کرده میشه، چرا ما با مشت و با زور و با پرخاش و جنجال حلش کنیم؟ اما وقتی که زمینه وجود ندارد درباره گفت و شنید گپ زدن معنی ندارد. ما زمینهای واقعیش را واقعا من نمیبینم. تصور کنید خود رو در جای رحمانوف و دستگاه رحمانوف تصور کنید شما. رحمانوف امروز خودش رو بعدی از سال 92 آرزوی پیروزی در جنگ را آرزو میکرد، امروز خودش رو پیروز تصور میکند. آهنگ گپزنی طرفداران حکومت رو میبینید چی میگن؟ اینا کی هستن ما با اینا صحبت کنیم؟ تمام شد. همه اینا پراکنده شدن رفتن، با کی گپ زنیم؟ این دو پیام دارد. یکی این که همون وقتش هم نمیخواستن گفت و شنید کردن ولی مجبور شدن. دوم این که ما فقط با کسی گفت و شنید میکنیم که قدرت نظامی دارد، قدرت فکری، قدرت رسانه‌ای برای آنها قدرت حساب نمیشود و اشاره اونها دقیقاً یا که منطقی گپی اونها همین است. و ما هم از طرف ما هم در شرایطی که بچه‌های ما در زندان هستند و حکومت تاجیکستان حکومت ظالم و قانونشکن است، با کی ما میتونیم وارد گفتگو شویم؟ مگر اینکه حکومت اعتراف کند این جنایت‌های خود را، این اشتباهش رو و یک اقدام برای همچون اینا میگن شک دابر والی یا که نشان دادن که واقعا میخواد اصلاح کنه خودش را. اولین پیامی که با ما فرستادن و گفتن که گفت و شنید را باید آغاز کنیم، قبل از شراف‌الدین از طریق مستقیم بود، بعد داملا روشن یادشون باشد ایشون واسطه کردن، بعد شراف‌الدین واسطه شد، ده ها نفر دیگر. جواب من خیلی کوتاه و واضح بود که تیم گفتگو کننده ما در دوشنبه است، سعید عمر حسینی، محمد علی، سیف الله زاده، عبدالقادر و غیره. با همونا گفت و شنید کنید، همونا وکالت و صلاحیت از طرف ما برای گفت و شنید را دارن. اما وقتی که اونا در زندان ما چگونه گفت و شنید میکنیم؟ من صحبتی که دیروز خواندم، دوستان گفتن که اینا هیچ کس نیستند و با اینا که گفت و شنید میکنند. منظور این آدما این است که اگر شما بیاید سلاح بگیرید و قدرت شوید و با ما بجنگید، اون وقت ما با شما گفت و شنید میکنیم. الان شما حتی در اروپا بیاید مثلا دیگر هر کاری که میکنه رسانه برای ما این قدرت حساب نمیشود. این یک نمودی به ملت رو از نو به جنگ وارد کردن است. مثلا شما تصور کنید که حالا ممکن بعد این صحبتات چندین جوانان طرفدار ما بگن که این کارهای دیپلماتی و رسانه‌ای و حقوق بشری شما هیچ فایده ندارد، اینا فقط سلاح رو میفهمیدن. گفته ایستادن که اینا هیچ کس نیستن و قوت هم ندارن، قدرت هم ندارن، با کی ما گفت و شنید میکنیم؟ بعضی جوان‌ها میتوانند با اون سم برند، اما ما نظرم این است که نه، این آغاز کار است. به زودی خواهید دید که جنگ رسانه‌ای، جنگ حقوق بشری، جنگ سیاسی و دیپلماتی نتیجهش به مراتب بیشتر و خوبتر از جنگ است که اونا تصورش دارن. اونا واقعا میخوان که ما از نو سلاح بگیریم، بیایم جوان‌ها رو به همون سمت بریم، ولی ما باید این آمادگی رو داشته باشیم که به این گونه فتنه ها و به این گونه دام هایی که میگذارن داده نشن. همین مسیری که رفته ایستادیم از نگاه من مسیر درست است، حتی بدون گفت و شنید هم میتواند به نتیجه برسد. حالا که من پیشترم در صحبتم گفتم که حکومت الکی بر وقت گفت و شنید را شروع کرده است و میخواهد گفت و شنید کند، اما شرم می‌دارد با یک تشکیلات گفت و شنید را آغاز کند. میخواهد که این گفت و شنید را با افراد کند و این را نامش رو بگذارد عوف. ولی ما میدونیم که این گفت و شنید است و پیمان ملی تاجیکستان هم الان بیشتر از اونها آماده گفت و شنید نیست، اما ما گفت و شنید را همچون پرینسیپ هیچگاه رد نکردیم و نخواهیم کرد. تشکر میکنیم. همین میکروفون ما رو خاموش نکنیم، خودم اینجا خاموش میکنم.
راستی در اینجا سوال از بینندگان چند سوال اومده است. من یک سوال از اینجا میتیم با نوبت به شما میتیم در تالار اگر همین خبرین به فکرم خوبتر است. استاد شما مذاکره با حکومت یعنی هیئت ویژه را اگر بخواهند اعزام دارند کاملا رد میکنید؟ منظورم در آینده است که هیئت بی‌صلاحیتی که در ساحه اشتراک میکرده را در نظر ندارم. ببینید بیاید مسئله رو از نگاه مطبوعاتی نه، از نگاه سیاسی و دیپلماتی بررسی کرد. وقتی که زمینه یک گفت و شنید یا راه حل یک مسئله پیدا شد نشانهاش معلوم می شود و اون وقت ما میتونیم در این باره گپ بزنیم. الان من فقط همین رو میتونم بگم که زمینه رو برای هیچ گونه گفت و شنید با حکومت رحمانوف ما نمیبینیم و اصلا در این باره باید که صحبت نشد. بله ما اصولا پرینسیپی میتونیم گوییم اما من زمینه رو نمیبینم الان. خب اگر از تالار کسی سوال دارد بفرمایید محمد جان. بازارو کسی سوال دارد لطفاً آماده شود یک خبر کند از اشاره کنید که ما تیسر رسیم. تشکر زیاد. محمد رجب هستم از کارمندای پیام نت یا پیام نیز. سوال اول اینجا است که اگر حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد که آماده است تنها با نهضت یا با جنبش اصلاحات و رشد همکاری کند آیا با این مذاکرات می روند؟ سوال اول با رئیس پیمان ملی جمهوری تاجیکستان. و سوال دوم این که چرا رهبریت پیمان با انتقادها نسبت خودشان یا فعالیتشان واکنششان نمیدهند و انتقادها بیشتر بی جواب میمانند؟ با استاد روشن تیموریان. یک بار دیگه سوالات چی رو بفرمایید؟ نه همین سوال با استاد روشن کمتر توضیح دهید. با منظور که سوال اول اگر حکومت پیشنهاد کرد که آماده است تنها با نهضت یا با مثلا با جنبش اصلاحات و رشد. فهمیدیم اینا. دومش چرا رهبریت پیمان با انتقادهای نسبت خودشان یا فعالیتشان واکنش نشان نمیدهند و انتقادها بیشتر بی جواب میمانند؟ تمام. بیاریم چی را؟ درود و سلام ها و حرمت من به همه. سیاست فرهنگ وحشی نیست، وحشیگری نیست. سیاست فرهنگ وحشیگری غارنشینی میبخشد نیست. سیاست احترام انسانی است، احترام ارج گذاشتن به همصحبت، شریک، مخالفین، اپنینت است و اون شخصانی که مثلا دست میزنن به هر خیل تهمت ها و بدگویی ها و از حسابی بد کردن یک کس هرگز یک کسی دیگر آبرو نمیگیرد. اینجا مسئله شخصی رو گرفته به مثلا جمعیتی تبدیل دادن یا آمیخته کردن اصلا فرهنگ مدنی نیست. فرهنگ جامعه مدنی، برای همین میگن جامعه مدنی، همون جامعه شهروندی که میگن همون جامعه مدنی است. یعنی که باید ارج گذاشته شده به هم دیگر برای که فرهنگ انسانی اولویت پیدا کند و سیاست میگویند که کاری مثلا افلاس است و فلان. این همون سیاستمدارای از خود رفته، خودکامه سیاست رو آلوده کردن، کثیف کردن. سیاست اصلا شفافیت است، مهر است. سیاست اصلا مکتب است. سیاست اصلا فرهنگ است. و من کسانی که میگویند که سیاست این کاری کثیف است و فلان و هیچ وقت دست نزنید به سیاست،
آنها اشتباه میکنن و در مسئله که مثلا کسی با کسی مثلا خصومت شخصی دارد یا چی دارد، اون باید به طور شخصی حل شود، نه در رسانه های اجتماعی یا مطبوعات. فکر میکنم همین است و من به این خیلی آدم ها هرگز جواب نمیدم، به خاطر که ما از مسیر ما دور میشویم. ما اینجا پیمان ملی تاجیکستان، انجمن آزاداندیشان تاجیکستان تشکیل کردیم، به خاطر آن هستیم که دل ما با وطن ما میسوزد، دل ما با سیاست واقعی میسوزد، دل ما با مردم ما میسوزد. برای همین چی میکردیم؟ تشکر. خیلی کوتاه، نه نهضت اسلامی تاجیکستان، نه انجمن، نه جنبش اصلاحات، اساسیت مهاجرین هیچگاه با تنهایی نه واردی گفت و شنید با کسی میشد و اصلا ما یکم کاری طرح جدی رو هم به تنهایی انجام دادنی نیستیم. به همین خاطر بود که ما اومدیم پیمان تشکیل کردیم که این هدفهای خود را دست جمعانه با هم پیش بریم. البته من تشکر میکنم از بزرگان. یک سوال دیگر از اینجا میخونم و نفری بعدی آماده شود. مهاجری از روسیه. سوال به شراف‌الدین گدویف: به فکر شما چی عامل‌ها سبب شد که شما را بعد بازداشت و ربودن به دوشنبه آزاد کردند؟ حالا در جامعه دو فکر است، یکی اینکه شما با دستگیری جامعه اروپایی است که شما پناهندگیش را دارید، دوم شما دیگر ترایانسکی کان هستید در داخل مخالفین. خب بفرمایید شراف‌الدین، این سوالی بینندگان، شنوندگان و بینندگان بیرون. مسئله ای که آزاد شدن ما از تاجیکستان، این پیش از همه فشار جامعه تاجیکستان و مخصوصا اعضایان پیمان ملی تاجیکستان و رسانه ها و سازمان های بین المللی در اینجا دخالت کردن و یک گروه غیر از این دیپلمات ها واردی گفتگو شدن و این همه تاثیر رسان و اونها اون وضعیتی که بی‌ثباتی که در داخل هست و وضعیتی که امروز حکومت دارد بسیار در یک وضعیت بد قرار دارد و میخواست که از این یک دزدیدن ما یک بهره‌های سیاسی بردارد و یک پلوس‌های سیاسی برای خودش جمع کند. این برعکس نشان داد و آنها نخواستند که دیگر این وضعیت رو پیچیده‌تر کنند و این قضیه رو داغ‌تر کنند. به این خاطر سبب شد که ما را از اون داخل تاجیکستان دوباره آزاد کنند. آن چیزی که ورسیه که دوم میگوید اگر این خیلی بود بسیار خوب بود که ما در داخل بودیم با اون در فرانتی که با منفعت حکومت گویا کار میکنیم. اگر من نماینده حکومت باشم پس نماینده حکومت خیلی کارهای خوبی را نسبت رحمان و نسبت رژیم رحمان رو انجام دادم میگیرم از بیرون. تشکر. کلوه کنم. همین ایبندی همیشه نسبت مبارزین بوده است. نیمچوف هم میگفتند آدم پوتین و او را کشتند و همونایی که میگفتند آدم پوتین هنوز هم میگویند که او آدم پوتین بود، ضرورت از بین رفت، کشتند. تشکر. زودتر یک سوال منم نماینده حکومت برای ویران کردن اپوزیسیون بعد چی؟ چند بار گفتم اگر یک سوال دیگر میگیریم چون با ما همش گفته استادن که وقت تمام شده است. وقتی ما را برنامه پیشینه مجری رعایت نکرد حاضر وقتی شما را گرفته ایستادن، وقتی پرس کنفرانسیه، وقتی من وقتی شما را، البته چون سوالای مردم میماند برای به جواب. بابا شما بفرمایید. خب سلام علیکم برادران و استادان. یک برادر به من سوال داده است، یک دوست فیسبوکی در مسنجر. سلام علیکم. خب سوال ما رو به شراف‌الدین گدویف رسانید لطفاً. آیا گدویف برای پرزیدنت انتخاب شدن آماده است؟ خیلی سوال داده است.
من برای راهبر کسی بودن نمیخواهم. اگر که مردم آموده باشد که من خدمتگاری مردم باشم، من آموده‌ام که برای ملت، دولت و برای بلند برداشتن آبرو اعتبار دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی خدمت کنم. تشکر. اگر بابایشان، اگر شراف‌الدین یا کسی از این بچه‌ها از تالار آینده نامزدیش برای پرزیدنتی موند، من رئیس استاد انتخاباتش میشم. هر کس. تشکر. یک سوال دیگر از میگیرم چون خیلی چیز کردن. منوچهر میکروفون ما باز کن. یک سوال دیگر، البته یک بیننده یکی از بیننده ها چند سوال فرستاده است. چرا مثل دیگر فعالان سیاسی جهانی رهبر پیمان صفحه فیسبوکی و توییترش فعال نیست؟ آیا واکنش ها نسبت فعالیت پیمان در شبکه‌های اجتماعی را خود شما در فیسبوک پیگیری میکنید؟ اگر ها چرا مستقیما جواب نمیدهید؟ دوم سوال، چرا هیچ یک از سازمان‌های عضو پیمان راه مشخصی قبول کنی اعضا را تا حال معین و اعلان نکردند؟ اولش این که صفحه فیسبوکی من چند سال شد فعال نیست و بعد از اون که واقعا هم بعد این هجرت ها یک مدت دیگه مشغول کارهای هجرت بودیم، بعدا دیدیم که واقعا فیسبوک اگرچه یک منبر بسیار خوب برای تبادل نظر هست، برای معلومات هست، اما متاسفانه اون سگمنت تاجیکی فیسبوک تبدیل به یک میدان بیشتر تحقیر و بازاری گپ فروشی شد. دیگر ضرور دانستم که به شکل دیگر با مردم در تماس باشند. تمام اون بحثایی که در شبکه‌ها، تنها فیسبوک نه، در دیگر شبکه‌ها میگذارد، مسئولین پیمان ملی تاجیکستان با ما همش رو میرسانند و ما در جریان هم این بحث‌ها و موضوع‌ها هستیم. این نیست که در کنار باشیم، اما درست میگن مستقیما وارد این بحث‌ها نمیشیم چون هم وقت رو میگیرد و هم خلاصه به همین تصمیم رسیدیم. اما این معنی ندارد که نباشه. ما شاید که در آینده نزدیک در توییتر یا یگان شبکه دیگر فعال باشیم. من این خالگی رو احساس میکنم که در مناسبت ما با مردم هست، اما افضلتر دانستم از آن که وارد بحث‌ها و کشمکش‌های مستقیم با مردم باشیم. یک سوال دیگه. سوال دومش بود که ببینید در پیمان ملی تاجیکستان قبول فردی نیست، ما قبول سازمانی داریم. کسی میخواد عضو پیمان ملی باشد باید عضو یکی از سازمان‌های عضو پیمان باشد. تشکر. من علاوه کردنی به گفتگوی معیدین خان با گپی خودشون که به من گفته بودن که فعالیت سیاسی، فعالیت اجتماعی این فقط فیسبوک و چی شبکه مجازی نیست. این کار مشخص است، کار سیاسی است، کار اجتماعی است. 5% اون باید چی رسانه‌ای باشد، فعالیت سیاسی، دیگرش 95% فعالیت سیاسی باشد، فعالیت اجتماعی باشد که وقتی ضروری آن مثلا از چشم عامه ها دور است. وقتی چی در رسانه ها همون 5% در 10% در رسانه ها فعالیت مثلا جمعیتی باشد. تشکر میکنیم. راستی برادرها فرصت ما با آخر رسیده است. فقط در اینجا جوابی داریوش رجبیان و عبدالله رهنما که برای ما خیلی پسند است محمود جان اشاره کردن و واقعا هم جالب است این جواب. من همین رو میبینم، میخوام پیشکش کنم به شنوندگان. اما این که میگویی مخالفین ظرفیت قوی ندارند، ضعیفند و چی کاملا پیداست یک مشت حرفی مفت است برای اجرای وظیفه خوشخدمتی به دولت، وگرنه به عنوان کسی که از قدرت تحلیل برخوردار است خوب میدانی که مخالفین حکومت تاجیکستان از خود میزان بسیار بالای جانسختی را نشان دادند. با آن همه سرکوب و قتل و ترور و گیرودار و زندانی کردن و فراری دادن ها همچنان نهادهای دارند و در ملک غربت هم کارهای میکنند مسالمت آمیز. نکته مهم این است که مخالفان برخلاف سیاست زور و تعدی و ترور که دولت پیشه کرده است دست به اسلحه نبردند و امیدوارم هرگز نبرند و ما هم امیدواریم. تشکر میکنم دوستان. ما حاضر شما را به یک پیاله چای دعوت میکنیم. در اینجا
وقت تمام شده است چون اون چیز میبندن میگن. یک آدم مشهور سوال داشت. خب با استاد کبیری سوال دیگه گفته است. یک برادر است که نام شب گفته است. این همون جاویدان غیوری زاده سابق کارمند امنیت که چه کرده است تسلیم. خب با استاد کبیری سوال داد که نظرشون نسبت تسلیم کارمندان امنیت در اروپا در چیست؟ خب نظر خیش رو ارائه فرماید. آیا ما خیانت کردیم یا اینکه خدمت؟ همون آدم گفته است. ما مردم سوالو شب تمام کار نداریم دیگه. محکم ما را نیا گفتیستن من برای ما مهم نیست ما گفتی چی؟ خب من ببینید این بار اول نیست که کارمندان مقامات تاجیکستان بخصوص امنیت به اروپا میان و پناهنده میشوند. قبلا هم بود. من چند خبرهای دیگر هم دارم که حالا این تنها دو سه حالت نیست، بسیار حالتهای دیگر است که رسانه‌ای نشدند و خودشون هم نمیخوان رسانه‌ای کنند. ما کسی را توصیه کردنی نیستیم که بیاین یا نیاین. میدونیم که در ساختارهای دولتی تاجیکستان چی امنیت چی پلیس بسیاری از فرزندان این ملت هستند که این وضعیت هم آنها را خوش نمی آید. آنها هم نمیخوان جنایت کنند، در جنایت‌های حکومت شریک باشند. از آنه که همشون هجرت میکنند میآیند به اروپا، ما همینجا هستیم بس. در همون داخل باشند، خدمت کنند، مردم رو اذیت نکنند تا جایی که میتوانند. مثلا اگر وزیر سپارش داد که رو فلانی رو اذیت کن، خانه‌اش رو بگیر یا زن و بچه‌اش رو بیار زندانی کن، اینا کار کنن که این کارها یا نشود یا سبکتر شود. ما خبرهای زیاد داریم از کارمندان امنیت پلیس که سپارش رهبریتشون را طرز انجام دادن که به فایده شهروند شد. یعنی نه همه چیزی که سپارش داده شد اجرا کردند. این جوانمردی است. این هم در نزد ملت قدردانی می شود، ثبت می شود. من توصیه این است که در همون جا باشن، خدمت کردن بگیرند. برای آینده ملت اونها هم لازم هست وقتی که برگشتن رفتیم همونجا خدمتشون رو دوام میدن. اما کسانی که آمدن در اینجا به هیچ وجه خود را خائن ندانند. اینها کسانی ببینید در زمان گیتلر هم اگر شما در همین آلمان برید یک پالکونیک است، پالکونیک ارتشی آلمان که اون وقت گیتلر و نابود کرد برای که میخواست علیه گیتلر قیام کند. اون را همچون خائن و همچون وطن فروش حکم برآوردن. الان در آلمان اون یکی از قهرمان‌های ساختارهای قدرتی آلمان است. چرا؟ بر ضد حکومت زمان خودش، حکومت جنایتکار هیتلر قیام کرد. یک افسر کشته شد، زندانی شدن رفیقانش، ولی اونا قهرمان بودن. من فکر میکنم اون امنیتی‌ها، پلیس‌ها، پروکورورهایی که علیه حکومت ظالم امروزه قیام میکنن یا به هر شکل اعتراض خود را بیان میکنن، اونا نه تنها خائن نیستن بلکه قهرمانای ملت هستند. تشکر میکنیم از همگان. خواهش میکنم بفرمایید به یک پیاله چای هست چون وقت برای اونجا میبندد، اونجا را میگن دوستا فرصتش تا ساعتی 2 بوده است. یک پیاله چای با هم میگیریم بعد انشالله که صحبت میکنیم. بفرمایید.